نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در برنامه امروز می‌خوایم در مورد حقوق انسان، آزادی بیان، شعارهای دروغینی که سالها غرب، مسلمانان و همه بشریت را با آن فریب دادن صحبت بکنیم. البته بعضی از جوانب این موضوع رو می‌خوایم بررسی بکنیم. تقریبا حدود یک هفته کامل صفحه یوتیوب کانال ندا بسته بود، فقط به خاطر اینکه یک کلیپی رو ما پخش کرده بودیم. دوستان اگر این پیام رو، همین قسمتش رو نشون بدن. کلیپی در مورد کشته شدن اسماعیل حنیه. حقیقتش در این کلیپ هرگز در مورد دفاع از حماس یا اسماعیل حنیه یا این مسائل اصلا صحبت نکرده بودیم. کلا در قضیه شهادت و اینکه با کشته شدن افراد یک هدف، یک گروه، یک ایدئولوژی نابود نمیشه. اومدن به خاطر این کلیپی که تقریبا یک سال قبل پخش شده بود، کانال ندای حق رو بستن و از پخش زنده و آپلود برنامه جلوگیری کردن. و بعد از اونم که ما درخواست تجدید نظر کردیم، این پیام رو برای ما فرستادن که پژوهش‌هایتان را برای موارد زیر بررسی کردیم. اسماعیل حنیه زنده است. این محتوایتان رو با دقت بررسی کردیم و تایید می‌کنیم که خط مشی مربوط به سازمان‌های جناحی خطرناک ما را نقض می‌کند. می‌دانیم که احتمال این خبر مایوس کننده است، اما وظیفه ماست که مطمئن شویم یوتیوب محیط امن برای همه است. شما دوستان عزیز، الان در مورد یوتیوب و حقوق انسان با آزادی بیان اگر بخوایم صحبت بکنیم، این شبکه وسیعی از وسایل ارتباط جمعی و سوشل میدیا به اصطلاح که در غرب تأسیس شده و هدفشون به اصطلاح آزادی بیان هست، دموکراسی است، حقوق انسان هست، یک ملتی رو بیش از 2 سال قتل عام میکنن، خانه هاشون رو نابود میکنن و به اشکال مختلف اونها رو به قتل میرسانن. و اگر شما گوشه ای از مظلومیت اونها رو خواستید منعکس بکنید، شما میشید مخالف خط مشی سازمان‌های جنایی خطرناک. اما اگر موارد جنسی باشه، فحشا باشه، منکرات باشه، جنایت علیه مسلمان ها باشه و فساد و فحشا در جامعه باشه، هیچ وقت با سیاست ها و خط مشی و آزادی بیان اینها مغایرت نداره. خدا نکنه که یک خاری به پای یک غربی در یک گوشه از دنیا بخلد، همه دنیا بلند میشن و این سازمان های حقوق انسان و حقوق بشر رو نمیدونم ارگان های مختلف اینها همه سر و صدا میکنن، از یوتیوب و فیسبوک و توییتر گرفته تا کانال های تلویزیونی BBC و CNN و صدای آمریکا و دویچه وله آمریکا. بله، حقوق انسان زیر پا شده. اما اگر هزاران مسلمان کشته بشن، قتل عام بشن، خانه هاشون خراب بشه،
زنان و کودکان به شکل هولناک به قتل برسن، هیچ کس صداش در نمیاد. و اگر شما اعتراضی بکنید، شما میشید طرفدار سازمان‌های جنایی خطرناک. به طور مثال میبینید در افغانستان فقط به خاطر اینکه بعد از دوره ابتدایی دختران رو نمیذارن به مدرسه برن، همه دنیا، همه سازمان‌هاشون، کشورهاشون، همه یک صدا: آقا این مخالف حقوق انسان است، مخالف حقوق بشر است. و بیش از 40-50 هزار زن و کودک در غزه قتل عام شدن. این مغایر با حقوق بشر نیست. این حقوق انسان اصلا وجود نداره در اینجا. این است حقوق بشر اینها، این است آزادی بیان اینها. و فیسبوک، یوتیوب اینها و توییتر حتی در طول این مدت نشان دادن که اینها همدست و همپیمان جنایتکاران هستند. چیزی به اسم آزادی بیان و دموکراسی و حقوق انسان اصلا در خط مشی اینها نیست. شما یک تصویری، یک ویدیوی کوتاهی از مظلومیت ملت فلسطین را اگر بخواید پخش بکنید، شما میشید طرفدار سازمان‌های جنایی خطرناک. و این دروغی است که بیش از 120 سال، 125 سال امت مسلمان رو و همه جهانیان رو با این شعار فریب دادن به نام حقوق انسان. حقوق انسان بنابر مصلحت خودشون، آزادی بیان بنابر خواسته ها و چارچوبی که خودشون طرح میکنن. شما حق ندارید خارج از خواسته های اونها حرفی بزنید. حرفی بزنید شما میشید تروریست. خاصتا بعد از 11 سپتامبر که بله، بوش هم اعلان کرد که یا با ما یا با تروریست ها، و این یک جنگ مقدس صلیبی است. و اولین نقض حقوق بشر در طول تاریخ رو در جنگ‌های صلیبی همینها انجام دادن. وقتی که سرزمین‌های اسلامی رو تا قدس و شام و این مناطق رو اشغال کرده بودن، چنان دست به قتل عام زدن که میگن جوی‌ها خون جاری شد. اینا تاریخشان پر از ظلم و جنایت بر علیه انسانیت و بشریت هست. بعد از اون میان در مورد حقوق انسان صحبت میکنن. بعد از اینکه تقریبا چیزی در حدود 1 قرن کمتر بیشتر که حمله کردن اینا کشورهای مدرن و به اصطلاح دموکرات و پیشرفته و متمدن، به کشورهای اسلامی حمله کردن، به آفریقا حمله کردن و انسانها رو در اینجا در بند و اسارت خودشون کشیدن. شما تصور کنید پرتغال و ایتالیا و فرانسه و اینا میان، و بریتانیا، آمریکا، از اون سر دنیا میان کشورهای آفریقایی رو تک تک بین خودشون تقسیم میکنن. شما تاریخ جنایت‌های اینها رو در جنوب آفریقا، در آفریقای وسطا، در شمال آفریقا بخوانید. در لیبی هزاران انسان رو قتل عام کردن در اونجا. در الجزایر میلیون‌ها انسان رو در اونجا قتل عام کردن. در مصر، در همه این کشورهای آفریقایی ببینید که اینها جرم و جنایت کردن. بعد اومدن کشورهای آفریقایی رو تک تک اینا به استعمار کشیدن که تا امروز شما تصور کنید، تا میگیم آفریقا به نظر شما یک ملت گرسنه که هیچی ندارن، خوشسالی از غذای برای خوردن ندارن. باور کنید که این کشورهایی که امروز تصاویرشون رو برای مردم نشون میدن و سازمان ملل و نمیدونم سازمان هایی که کمک میکنن، سازمان جهانی غذا و فلان، که برای آفریقا کمک بکنید، شما میدونید که این مردم بر روی گنج هایی از الماس و طلا و سنگ های گرانبها دارن زندگی میکنن. اما چرا وضعیتشون اینطوری است؟ چون که تا هنوز فرانسه و بریتانیا و ایتالیا و همین کشورها یک دیکتاتوری رو، یک دستشاندهی رو آوردن در اونجا حاکم کردن و معادن و ثروت این مردم رو دارن به غارت میبرن. تا امروز معدن‌های الماس رو بین خودشون تقسیم کردن، دارن به غارت میبرن. با معادنی که از اونجا غارت میکنن میرن در اروپا شهرهای خودشون رو میسازن، ساختمانهای بلند میسازن، خدمات اجتماعی برای مردمشون آماده میکنن و انسانهایی که در اونجا زندگی میکنن
در بدبختی، در فلاکت و تا همین 40-50 سال قبلم مردم این منطقه رو اینها به عنوان برده در بازارهای اروپا میفروختن. اینا بعدن امروز میان از حقوق بشر و از آزادی بیان حرف میزنن. همین سوریه، لبنان، اردن، خیلی از این کشور، عراق، خیلی از این کشورهای اسلامی رو بعد از جنگ جهانی اول و دوم اینها اومدن اشغال کردن. چه قتل عام‌ها و چه جنایت‌هایی که در اونجا انجام ندادن. چه انسان‌هایی رو که در اونجا اینها بدون سبب نابود نکردن. برای تفریح انسان‌ها رو می آوردن و می کشتن. برای تفریح. شاید قضیه فلسطین یکی از مهمترین رویدادهایی باشه که جنایتکاران یهود رو از سراسر دنیا جمع میکنن، میارن در سرزمین فلسطین، براشون یک دولت درست میکنن و این دولت رو روز به روز توسعه میدن، خانه های مردم رو در اونجا میگیرن، غصب میکنن، یا میکشن یا اونها رو بیرون میکنن یا به اجبار از سرزمینشون اخراج میکنن، برای خودشون یک کشور به نام اسرائیل درست میکنن و این اسرائیل هر کاری هم که بخواد، هر جنایتی بخواد انجام میده و کسی حق اعتراض هم نداره. و بعد از اینکه کشورهایی که اینها به عنوان مستعمره خودشون در دست داشتن اینها رو ترک میکنن، در ظاهر مردم فکر میکنن که اینا استقلال گرفتن. نه، مزدورانی از خودشون رو در اونجا نصب میکنن تا کاری رو که خودشون و نیروهای خودشون در اونجا نتونستن انجام بدن، از طریق این دستشانده هاشون انجام بدن. مثلا ببینید در کشورهای آسیای میانه، روس‌ها بعد از اینکه از اونجا تاج جمهوری شورای میره، دستشانده های خودش، اسلام کریموف رو در ازبکستان، رحمانوف رو در تاجیکستان و همینطور در اردن، در سوریه، در لبنان، در هر جایی یک دستشانده از خودشون در اونجا گذاشتن تا به غارتشون ادامه بدن. و در طی 2 سال گذشته دیدید که چه جنایت‌هایی اینا در یک منطقه کوچکی به نام غزه انجام دادن. با 2 میلیون انسان چگونه برخورد کردن در اونجا. در یک شهر بزرگ حتی یک خانه ای را هم سالم نگذاشتن. یک خانواده ای رو که 1-2 نفر شهید در طول این 2 سال نداده باشه شما سراغ ندارید. حتی خبرنگارا رو، بیشترین خبرنگارها در همین 2 سال گذشته در غزه کشته شدن. کجاست آزادی بیان؟ کجاست حقوق انسان؟ هیچ کس هم صداش در نمیاد. و هر کسی هم که حتی در غرب هم که اعتراض کرده، از خودشون گرفتن دستگیرش کردن، زندانش کردن. هیچ کس نیست که بپرسه کجاست حقوق انسان؟ کجاست آزادی بیان؟ یک خبرنگار شما چرا میکشید؟ چند روز قبل، اصلا هدف من از این برنامه که امروز خواستم در این مورد صحبت بکنم، خبری است که چند روز پیش در رسانه‌های غربی، و من این خبر رو کلاً از رسانه‌های غربی برای شما تصاویرش رو نشون میدم، از روزنامه‌ها، از سایت‌ها، پایگاه‌های خبری رسمی اونها، تا نگید که والله مسلمان‌ها برای خودشون یک داستانی درست میکنن. در قرن گذشته شاید تعداد زیادی از بینندگان ما، کسانی که در دهه دوم و سوم زندگی خودشون هستن، اصلا این رو به خاطر ندارن که در دهه 90 میلادی در سرزمینی به نام بوسنی یا بوسنی هرزگوین در اونجا چه اتفاقی رخ داد. این موضوع برنامه رو که من انتخاب کردم به خاطر خبری که چند روز قبل در مورد بوسنی پخش شد. خبری که تا حالا کسی نشنیده بود. تقریبا 30 سال پنهان بود. یک خبرنگاری از کرواتیا میاد این قضیه رو به شکل یک دعوایی در دادگاهی در ایتالیا مطرح میکنه و این قضیه به مدیا سرایت میکنه. شما باورتون میشه که در قرن 20، همین 30 سال پیش، سرزمینی به نام بوسنی که
داخل اروپاست و یک قوم مسلمان ترک تبار بگیم، بوشناک، در اونجا زندگی میکنن. قرنهاست که این مردم مسلمانند، قرنها در زیر حکومت امپراتوری عثمانی زندگی کردند. مردمی آرام، خوش اخلاق، مؤدب، با فرهنگ، مردمی مهربان. 4 طرف اینها کشورهای مسیحی است: سربیا، کرواتیا و کشورهای دیگر. همه اینها در یک کشوری به نام یوگسلاویا در زمان اتحاد جماهیر شوروی، زمانی که بلاک شرق و بلاک غرب بود، کشورهای کمونیستی و کشورهای غربی فیودالی، در این تقسیم بندی ها اینا جزء بلاک شرق افتادن. یوگسلاویا یک کشوری بود که متشکل از تعدادی از جمهوریت ها مثل اتحاد جماهیر شوروی. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکست مفکوره کمونیسم در جهان، تک تک این کشورها مثل کشورهای آسیای میانه که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شدن، اینها هم اعلان استقلال کردند. کرواتیا اعلان استقلال کرد، صربستان اعلان استقلال کرد، جبل الاسود اعلان استقلال کرد، آلبانیا اعلان استقلال کرد و در این بین کشور بوسنی هرزگوین هم اعلان استقلال کرد. حکومتی تشکیل دادن. شخصی به نام علی عزت بیگویچ رحمت الله علیه به عنوان اولین رئیس جمهور در اونجا تعیین شد و همینطور همه آرام داشتن زندگی میکردن که ناگهان اروپا دستپاچه شد. چطور امکان داره که در قلب اروپا یک کشور اسلامی به اسم بوسنی در اونجا بروز بکنه؟ چرا باید مسلمان ها قدرت داشته باشن؟ چرا مسلمان ها در قلب اروپا باید یک دولت داشته باشن؟ باید همه این که اروپا همه باید مسیحی باشه. با تحریک کروات ها و سرب ها جنگ رو بر علیه مسلمان ها آغاز کردن. این جنگ تقریبا سال 1992 آغاز شد. تا سال 1995 این جنگ ادامه داشت و در 1995 یکی از بزرگترین جنایت‌های قرن در بوسنی رخ داد. شما این قضیه فلسطین رو که در این 2 سال رخ داد رو فراموش بکنید. نیروهای سازمان ملل بعد از اینکه بوسنیایی‌ها مقاومت کردند و در مقابل حملات سرب‌ها و کروات‌ها ایستادگی کردند و آنها نتونستن بعضی از شهرهای اینها رو اشغال بکنن، همیشه سازمان ملل دست چپ جنایتکار دیکتاتورها و خونریزهای جهان است. این سازمان مللی که به خاطر آوردن صلح و نمیدونم امنیت در کجای جهان اینا صلح آوردن، امنیت آوردن. در هر جایی که زور جنایتکاران غربی نرسه بعد در اونجا سازمان ملل میاد با یک روش دیگری سرکوب میکنه مسلمان ها رو. نیروهای هلندی و بعضی از کشورهای اروپایی به عنوان کشورهای حافظ صلح، نیروهای حافظ صلح به بوسنی فرستادن. تصاویرش رو دوستان شاید پخش بکنن خدمتون. و این نیروها در اطراف شهرهایی که هنوز اشغال نشده بود اینها اونجا مستقر شدن. به نیروهای بوسنیایی چی گفتن؟ شما برید، خاطرتون جمع باشه، امنیت این شهرها رو ما میگیریم. بیچارا باور کردن که اینا کلاه‌آبی‌ها هستن، اینا نیروهای سازمان ملل هستن. در یکی از شب‌های سرد زمستان نیروهای حافظ صلح هلندی در شهر بزرگی به نام سربرنیتسا به نیروهای سربی خبر میدن، به سربستانیا میگن بیایید که الان بهترین وقت است که وارد شهر بشید. هیچ کس از مدافعین در شهر نیستن. اونا رو اطمینان دادن که شما برید، ما هستیم، ما حافظ صلح هستیم، در اینجا نمیگذاریم کسی وارد بشه.
نیروهای سربی وارد این شهر میشن و در اون شب و تا چند روز همه ساکنان این شهر رو قتل عام میکنن. شما تصور بکنید که همه شهر رو قتل عام میکنن. مردها رو از زنها جدا میکنن، مردها رو همه رو میبرن در گورهای دست جمعی، پیر جوان نمیگن، مردها رو کلا کودک همه رو، مردها رو جدا میکنن میبرن در گورهای دست جمعی. الان آخرین گوری که کشف شد چند روز قبل بیش از 3500 نفر رو در یک گور دست جمعی در اونجا دفن کردن. در این گورهای دست جمعی انسانهای زیادی رو در اونجا زنده گور در اونجا دفن کردن، زنده. من صفحاتی رو برای شما عزیزان نشون بدم از همین که دوستان دارن نشون میدن، بخشهایی رو از تعداد زیادی رو از انسانها رو در اونجا قتل عام کردن. شما این قبرستان رو نگاه کنید. این قبرستان کسانی است که در سربرنیتسا در اونجا قتل عام شدن. آلاف حضروا في مدينة سربرنيتسا صلاة الجنازة ومراسم دفن 50 من أبناء البوسنة الذين چند روز قبل 50 نفر رو جدیداً از یک گوری، شما فکر کنید بعد از 30 سال، و این مسلمان هایی هستن که در اینجا دارن نماز جنازه میخوانن بر اینا. قتلتهم قوات صرب البوسنة بعد سيطرتها على المدينة في يوليو سنة 1995. أصغر ضحية دفن اليوم هو شاب كان في ربيعه السادس عشر عندما أعدمته قوات صرب البوسنة بدم بارد. عام 2005 أخي عمر بنيستا تتشابه قصص بقية أسر هذه الأم التي لكنها أن تنشر وحدها المجزرة لم تحصل. عزیز، این هم موضوع برنامه ما نیست. اینو فقط تاریخ رو خواستم یک بار دیگری برای شما بازگو بکنم که در این سازمان ملل و این غرب طرفدار حقوق انسان و آزادی بیان و نمیدونم سازمان ملل و حقوق بشر چه جنایت هایی رو مرتکب شدن. این شهر بی‌دفاع نبود. شهر سربرنیتسا بی‌دفاع نبود، مدافعین داشت، مردانی بودن که از این شهر دفاع میکردن. اما نیروی سازمان ملل میاد چی میگه؟ شما برید، ما هستیم اینجا، شما برید شهرهای دیگر رو آزاد بکنید. وقتی اونا دور میشن از منطقه، در اون شب شاهدان عینی میگن که همه سربازان حافظ صلح سازمان مللی که در اونجا بودن مست بودن، شراب خورده بودن. و بعد از اینکه مردها رو میبرن اعدام میکنن، همه زنها و دخترها رو میارن در بین خودشون تقسیم میکنن و به شکل گروهی و دست جمعی به زنها و دختران مسلمان بوسنیایی تجاوز میکنن. هم نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، هم کروات ها، هم سرب ها. وقتی که ما میگیم کفر ملت واحد است، بعضیا میگن بالا شما تکفیری هستید و فلان هستید و این هستید. همشون دست به دست هم دادن و به زنها و دختران مسلمان بوسنیایی تجاوز کردن. و داستان شهر سربرنیتسا در همه جهان پخش شد. از افغانستان، از عربستان، از کشورهای اسلامی، از الجزایر، از هند، پاکستان، از همه جا، حتی از برما و بنگلادش، جوانان مسلمان به خاطر دفاع از مردم مسلمان بوسنی
به چه مشکلاتی از راه‌های قاچاق، چه تعدادی از اینها در دریاها غرق شدن، در راه‌ها کشته شدن، دستگیر شدن، تا اینکه تونستن خودشون رو به بوسنی برسانن و گروه‌هایی از مجاهدین از کشورهای مختلف در اونجا تأسیس شدن و شروع کردن به دفاع از مردم. مردم بوسنی هم جان گرفتن، با اینها کمک کردن و خلاصه چند روز قبل داستان یک دانشجوی سودانی که در دانشگاه سارایگو پایتخت بوسنی در اونجا درس میخونده در دانشکده مهندسی و بعد از اینکه سرب‌ها حمله میکنن به سربرنیتسا و خلاصه به شهرهای مختلف و گروزنی رو بمباران میکنن اینا، این دانشگاه رو ترک میکنه با وجودی که امکان داشت که بره به سودان برگرده صحیح و سالم، اما سلاح میگیره و از مردم این شهر دفاع میکنه و به شهادت میرسه و چند روز قبل شهرداری سارایگو به خاطر یادبود این دانشجوی مسلمان سودانی یک مراسمی برگزار کرده بود. حتی همسایه‌های مسیحی که داشتن مسلمان‌ها در بوسنیایی بودن، همسایه‌های مسلمان‌ها بودن، وقتی که حمله کردن سرب‌ها به شهرهای مسلمان، همین همسایه‌ها حمله کردن به همسایه‌های مسلمانشون، به زنای اونها تجاوز کردن، به دخترانشون تجاوز کردن. جنایتی که در تاریخ اروپا لکه ننگی است بر جبین انسانیت و حقوق بشر که اینها ادعا میکنن. اما چی کردن برای اون جنایتکارا؟ چند نفر رو دستگیر کردن، چند نفر رو اعدام کردن، چند نفر رو گرفتن مجازات کردن؟ هیچ کس. چون کسانی که کشته شده بودن مسلمان بودن. وای اگر یک نفر مسیحی کشته میشد به دست مسلمان ها، حالا 7 نسلش رو محاکمه میکردن. به خاطر قضیه 11 سپتامبری که 4 نفر مسلمان انجام دادن، تا امروز بعضی از کشورها و بعضی از مسلمان ها افغانستان رو به خاک یکسان کرد آمریکا و ناتو. به خاطر چی؟ 11 سپتامبر، در حالی که مردم افغانستان هیچ دخلی در قضیه نداشتن. این است حقوق بشر و حقوق انسانشان. همه این مواردی که ذکر کردم خدمت شما موضوع برنامه ما نیست. آنچه که الان خواهید شنید مو رو به تن انسان سیخ میکنه که انسانیت اینها، حقوق بشر اینها، تمدن اینها، پیشرفت اینها چقدر در قعر حیوانیت و وحشیگری سقوط کرده. دوستان عزیز، چند روز پیش خبری رو که روزنامه‌های غربی این صفحات رو ببینید. تورهای سیاحتی برای شکار مسلمان‌ها در بوسنی در دهه 90. ایتالیایی‌ها و اروپایی‌ها برای شکار مسلمان‌ها در دهه 90 به بوسنی می‌رفتند. رئیس جمهور صربستان، فعلا رئیس جمهوری که فعلا در صربستان حکومت میکنه، یکی از کسانی بوده که این تورهای سیاحتی رو برای ثروتمندان اروپایی برای لذت بردن از شکار مسلمان‌ها در بوسنی در دهه 90 هماهنگی میکرده و در مقابل کودک رو شکار کردن، زن رو شکار کردن، مرد رو شکار کردن. برای هر کدام اینا قیمت داشته. مثلا $50 برای شکار مرد، $100 برای شکار زن، $150 برای شکار کودکان مسلمان، زنان مسلمان. یعنی این آقا، اینو ما نمیگیم، این روزنامه خودشون میگه. دوستان عزیز ببینید، این آقا که فعلا رئیس جمهور صربستان فعلا هست در اونجا. مثلا ببینید الان در افغانستان حکومت امارت اسلامی رو محاصره اقتصادی است، محاصره سیاسی است، محاصره دیپلماتیک است. هیچ گونه داد و ستد تجاری رسمی امکان نداره. سفت کد بانک‌های افغانستان بسته است. پولای بانک مرکزی افغانستان در آمریکا منجمد است.
سفارتخانه‌های امارت اسلامی در خارج از افغانستان به رسمیت نمیشناسه. به خاطر چی؟ نقض حقوق زنها شده در افغانستان. این آقا رئیس جمهور فعلی بر حال صربستان است، مسیحی است. این تورهای سیاحتی برای ثروتمندان اروپایی رو تنظیم می‌کرده، به دست اینها تفنگ‌های شکاری میدادن، اینها در ساختمان‌های بلند شهر متمرکز می‌شدن، زنان و کودکان و مردان مسلمان را از اون بالا هدف قرار میدادن و در مقابل هر شکاری که میکردن آقا پول میدادن به این آقا. این اروپایی است که برای ما حقوق بشر و حقوق انسان و آزادی بیان اینها رو برمغان آورده. ببینید دوستان عزیز، این صفحاتی از خبرگزاری های رسمی و معتبر دنیاست که این خبر رو نشر کردن. ببینید این صحنه هایی از فرار انسان ها از کوچه پس کوچه های پایتخت بوسنی. خب دوستان عزیز، تشکر میکنم از اتاق فرمان. فیلمی رو در این مورد پخش کردن دوستان عزیز. این صحنه های از همون دوران هست و این شخصی که در اینجا دیده میشه تصویرش رو لحظات پیش نشون دادم، رئیس جمهور بر حال فعلی صربستان است. رئيس صربيا الحالي المتهم بالتورط فيما يعرف رئیس جمهور بالسفر أو سياحة القنص که تورهای سیاحتی رو 30 سال پیش تنظیم می‌کرده در اطراف پایتخت بوسنی که زنان و کودکان مسلمان. این همون خبرنگار کرواتی است که این قضیه رو در یکی از دادگاه‌های ایتالیا دایر کرده. این یکی از فرمانده‌های سربی است که در اونجا ببینید این زنان و کودکانی که اینجا دارن فرار میکنن، اینها رو کی شکار میکنه؟ تیراندازها، پولدارهای اروپایی که از اروپا می اومدن برای شکار زنان و کودکان مسلمان ها. الصحفي أرفق بشكوى شهادات و در این دعوایی که در این دادگاه تقدیم کرده این خبرنگار، اسناد و مدارکی رو پیش کرده که در اونجا این شخص الکساندر فوچیچ طبعا انکار کرده، گفته نه من این کارو نکردم، در حالی که ویدیوها و تصاویر این گوشه عکسش بود که بعد گفته اون چیزی که در دستم بود سلاح نبود، به اصطلاح استاند دوربین بود. و این قضیه الان در رسانه های ببینید این انسان ها در پشت یک تانکی پنهان شدن. این در وقت محاصره سارایگو در دهه 90 میلادی است. تشکر میکنم دوستان عزیز. الان ببینید این جماعت بعداً میان از حقوق انسان صحبت میکنن، این جماعت میان از حقوق بشر صحبت میکنن، اینا میان به ما میخوان درس انسانیت و درس حقوق بشر رو بدن، در حالی که بزرگترین جنایتکاران قرن اینها هستند که چگونه مسلمان ها رو در بوسنی قتل عام کردند. بعد دوستان عزیز این تصاویری است از اطراف شهر سارایگو و این اماکنی است که از اینجا اینا مردم رو شکار میکردن. ببینید
تشکر میکنم دوستان است. این است حقوق بشری که اینها گوش جهانیان رو کر کردن به خاطرش. آزادی بیان، حقوق بشر. شما تصور کنید اگر همین برنامه رو الان زنده است نمیبندنش، به شکل کلیپ ما همین رو آماده میکنیم و در یوتیوب پخشش میکنیم، در فیسبوک پخش میکنیم، 2 روز بعد ببینید یا فیلم رو بر میدارن یا صفحه رو میبندن یا یک هشدار میفرستن که یا این رو به حذف بکنید یا که ما صفحتون رو میبندیم، چون تحمل شنیدن این چیزها رو ندارن. دوستان عزیز، از همین لحظه به بعد از طریق واتساپ و از طریق تماس مستقیم، فکر کنم تماس مستقیممون امشب مشکل داشته باشه، اما دوستان میتونن از طریق واتساپ در برنامه شرکت بکنن و در مورد موضوع برنامه یا موضوعات دیگری که دوست دارن میتونن صحبت بکنن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم خدمت استاد انصاری عزیز، درود بر شما. سلامت باشید، بفرمایید. خیلی خوشحال شدم که همراه شما صحبت میکنم و این برنامه لایک شما تمام بکنم. واقعا یک چیزایی گفتیم، یک خبرهایی گفتیم، هم در اروپا همچین کارهایی رخ داده بوده که واقعا یعنی قابل درک نیست، انسانی نیست چنین رفتار که علنی بعد از جنگ جهانی دوم، مثلا بعد از جنگ جهانی دوم همچین کاری اینا رخ داده انجام دادن. بابا جان برادر عزیز، بعد از جنگ جهانی دوم خیلی جنایت ها انجام دادن. 1 میلیون نفر رو فقط در الجزایر کشتن. 1 میلیون نفر رو در الجزایر کشتن. این در سال 1995. شما چند سالتون است؟ نسبتاً سنم استاد کم پایین است، 25 سال سن دارم. در مورد این بوسنی فکر کنم یک وقت یک بار یک کلیپ یا عکس دیده بودم، هیچ وقت نشنیده بودم. یعنی 5 سال قبل از تولد شما، یعنی 5 سال قبل از تولد شما این جنایت ها رخ داده. شاید پدر و مادر بزرگوار شما به یاد داشته باشن. راست میگن استاد. باز جالب اینه که میگین رئیس جمهور هم فعلا شده همچین شخص مثلا جنایتکاری. مطمئنا شاید اطلاعات مثلا دولت‌ها خبر داشته باشن ولی خودنا چیزی نگن یا شاید حمایت هم کرده باشن، خدا میفهمه. و در موردی که گفتن آزادی بیان، من در مورد خودم هم که صحبت میکنم و جدیداً چند شب پیش دوستا برای ما گفتم که با آلمان یک پناهنده فکر کنم فلسطینی بوده یا سوریه عرب بوده، فکر کنم خودی هم فلسطینی بوده، اینجا پاسپورت آلمانی گرفته، سالها زندگی کرده، تلاش کرده، یا چقدر مثلا سختی ها کشیده تا اینجا آمده، اگه ویزایی آمده یا دکتر بوده یا یک معمولا آدم ها پولدار و مثلا تحصیل کرده زیادتر میتونن بیان اینجا. بله. بعد از سالها زحمت و شرایط قانونی اینجا که مثلا خوب بوده و اینا پاسپورت آلمانی گرفته، به خاطری که داخل فیسبوک یا اینستاگرام یک لایک کرده بوده طرفدار فلسطینی، گفته من طرفدار فلسطینم، یعنی یک ویدیو لایک کرده، پاسپورت شخصا ابطال کردن. یعنی شهروندی پس شهروندی که به اینجا میدن به دروغ میدن، نمایش میدن، مال یعنی بگو هم آدم نباید باور کنه که اینجا برادم یک شهروندی میدن. شهروندی رو به خاطر لایک سوشیل میدیا کنسل کردم. من شخصا خودم زیاد لایک میکنم چون که طرفدار مثلا هرچی باشه اسلام و مثلا مظلومای و مردینی هم حتی باشه انسانی، و در اینجا مثلا معلومه که مثلا یا مردم فلسطین باشه یا حتی کشور غیر چی باشه مظلوم باشن، من شخصا از حساب انسانی هم که شده من لایک میکنم، غیر از مسلمان بودم. باز از حساب دینی که باشه قطعا هم طرفدار برادران و خواهران خودخواه هستم. درست. و با خدا این مسائلی که شما بیان میکنیم به بهترین شکل بیان میکنن، خوب است که مردم آگاه بشن و این عجز ثواب از این دیگه پیش خدای دیگه، شما مثل یک اولیاء. چون که من شنیدم مثلا در مورد تصوف اینا هم هست که سالها ریاضت میکشن، اینها خیلی مراحل طی میکنن، بعضی کل مراحل طی کردن، نفس و خور کامل از بین بودن، بعد از این که تکمیل میشه پس
از صفر شروع میشه. چیکار میکنن؟ دیگران رو تشویق میکنن، یعنی به مراقبه و اینا، همین کاری که مثلا علما و اینا میکنن. بس بله مجادلی که شما میکنن یعنی ثوابی و یعنی از حساب تیره. ما فقط در حد آرزو مثلا این بودم یک کانال اسلامی حمایت کنم که چند نفر تبلیغ بشه و نماز اینا بخونن و اینا مردم آگاه بشن، برای ما ثواب بیاره. کاری که شما میکنین یعنی این بگم که باید دولت ها مثلا همچین کانال های داشته باشن، دولت ها باید حتی با همشن که شورای اسلامی کانال ها رو کنترل کنن، با پروگرام اینو پیش برن برای جوونا، برای خانم، برای همه برنامه داشته باشن. در حساب برنامه های فارسی که با خودم خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. مثلا 10-15 سال میشه که ما با افغانستان بودیم، کانال شما تعقیب میکردم، هر مسائلی مثلا دینی باشه چی باشه به بهترین شکل تشریح میدن. یعنی اسلام حقیقی با خودم میشه فکر میکنم که یعنی میگم زمان در حضرت محمد صلی الله علیه و آله از اون وقت مثل که ما زندگی کنیم، چون که مثلا تکنولوژی از شما در دسترس ما هستین، زحمت ها رو بکشیدین، حالا هر کسی که از شما حمایت کرده بهترین یعنی بهترین خدمت در مثلا اسلام مخصوصا برای این کشورهای فارسی زبان شما کردین. ان شاء الله ما خوش دارم، آرزو دارم کانال شما توسعه پیدا کنه به زبان ترکی، مخصوصا زبان انگلیسی که به همه زبان ها پخش میشه، چون از شما خیلی برنامه شما دقیقه. من خود شخصا حنیفی مذهبم، اگر یک شخصی به شیعه مثلا شیعه‌ای که خوب باشه برای از اونها تطبیق کنه شما دفاع میکنین، در حالی که شیعه هم خیلی دشمن شما نه ولی شما دفاع میکنین. اگر به حنفی که مثلا خوب یک از هر مذهبی حالا مثلا سلفی باشه دیگه یک چیز بعد بگه شما دفاع میکنین. اگر به سلفی که خوبه، من شخصا که یک دو بار صحبت کردم شاید من اضافه یک کلمه بعضی چیزا اضافه تر گفتم، یا هر شخصی شما از سلفی دفاع میکنه، در حالی که سلفی هم حالا بعضی اینا مثلا قبل شما نمیدونم بعد میگم با خود شما میانه روترینیم، دقیق ترینیم. حال مذهب شما رو با خود ما تا نه کرسیدم، حالا بعضی اینا میگن شما بعضی اینا میگن شافین، بعضی میگن حنفی. یعنی اسلام رو به دقیق ترین شکل شما رسوندیم. مهم حق است برادر عزیز، مهم حق است. حق رو انسان باید بگه، اینکه ما نباید از حق چشم پوشی بکنیم به خاطری که ولو که بر علیه ما باشه. دقیقاً انشالله که بشه با خدا سلامت باشید. خیلی شما شاید خیلی آگاه شده باشن، انشالله مسلمانات اتفاق پیدا با خاطر گناهی شما هم و این باید به هم مذاهب به هم دیگر احترام بگذارن. مهم حقیقت حق از مثلا عقیده اصلی است. وقتی مسائل جزئی مثلا میگم به نماز استادن بعضی اینا خیلی جوونا هم مثلا خیلی زیاد تحقیری میکنن. در مذهب ما تو نباید الله اکبر میگی به گوش خونه اگه به شانه خو بگیری، یا تو چرا به شانه خو گرفتی به گوش خو گرفتی. مسائل جزئی است، او هم صحیح است، این هم صحیح است، بالای ناف میگیری دست پایین ناف میگیری. خود بعضی روایت ها اینا گفته، بعضی روایت ها اونا گفته. اگه شما این قبول داری خواهد انجام بده، ولی نمیشه مطلق مذاهب نمیشه تابع تو باشن. و یک مسئله دیگه من می‌خواستم بگم استاد که همین جگاه یک وقتی بعد برداشت نکنم، من که در مورد سلفی یک بار بگم همراه شما صحبت کردم. سلفی ها رو خیلی دوست دارم، شخصا خود من گاهی وقت فکر میکنم، چون که بعض محجبا حجابای خاص دارم. همیشه حنفی بودم، قاری قرآن بودم، در هرات که زندگی میکنم آرزو داشتم مثلا یک زندگی اسلامی داشته باشم، یک خانم امیت با حجاب کامل داشته باشم. اکثرا حجاب سعی دارم. خود این مردم سلفی واقعا مثلا فکر میکنی که واقعا هم هست، مثل من گرچه خیلی وقتا مخالف از اونا میشم چون مثلا تون روی صحبت میکنم بعض مسائل، ولی شخصا اونا رو میبینی مثل دوران حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، دوران صحابه، اینقدر مثل سنت رفتار خیلی خوبه. فقط بعض مسائلی که خیلی خطرناک است که خود شما هم گفتین، این که مثلا تکفیر نباید بکنن برادران مسلمان خود، یا مثلا چون خود اینا که مثلا اهل علم باشن حکم مثلا به خاطر از بین بردن برو نمیکنن، ولی از بین از اینا خوارج یا امثال اون یا بعضی اینا که ضعیفترن نمیدونن یا علم ندارن، خداوند جل جلاله مثلا به تقدیر نوشته که مثلا به یک جای یک دیگر هم روبرو زندگی کنن، شاید دست به یک کار خطرناک کنن نسبت به برادران مسلمان. خب باز به اون دنیا باید جواب بدن.
درست. تشکر از شما برادر عزیز. الله مطالبتون کنه. تشکر از شما. بسیار شما رو دوست دارم. سلامت باشین. صدا شما رو شنیدم. فقط این موضوع رو ماستم بگم. سلامت بسیار باشین. شما رو دوست دارم. سلامت باشین. الله مطالب شما رو دوست بدارم. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر از این برادر عزیزمون. تماس بعدی. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار، واقعا شما درس بیداری واقعا از به این میگن آزادی بیان، به این میگن واقعا یک بیان سریع، به این میگن بیان حقیقت. واقعا شما مردم ما را بیدار میسازین. واقعا از شما بسیار زیاد تشکر میکنم استاد. و دیگه ای که استاد میخوایم یک نکته را اشاره بکنم که همین تاریخ را، همین ظلم سازمان ملل و کفار و این جماعت مسیحیت را میخواین ما را غافل بسازن از اینا، میخواین ما را در یک سطح بسیار بالای بیسوادی ما را نگه دارن، میخواین اطلاعات ما را کلا ما را ناآگاه بسازن، ما را با کلی از پلان ها و خب اندیشه های سیاسی و کارهای بدی که در حق ما انجام میدن ما را کلا در بیسوادی نگه میدارن و ما را از علم و تحصیلات ما را اینها غافل نگه میدارن. ببین استاد، من خودم شخصا به عنوان یک متعلم در یک از مکاتب افغانستان، من چون خودم از افغانستان هستم، وقتی که از یک مدرسه علمی، از یک حوزه علمیه به یک مکتب عصری، یعنی به یک مکتبی که به اصطلاح خودم در افغانستان میرفتم، مرا به عنوان یک شخصی که مثلا کلا از سیاره مریخ آمده باشه، به عنوان یک تروریست، به عنوان مثلا مثل یک شخص وحشتناک میدیدن و از من تنفر میکردن، با وجود از اینکه من تا سطح‌های متوسطه همیشه در بین شاگردای مکاتب، در بین شاگردا امتیاز اعلا را داشتم، همیشه در درسایم کامیاب بودم و کوشا بودم. و وقتی که از مکتب به طرف مدرسه و حوزه علمیه می آمدم، اینجا گویا که مثلا ما یک جاسوس مستقیم انگلیس باشم، یعنی با یک تعصب، با یک نگرش بسیار بد، با یک نادانی و جهالت میخواستن مثلا در بین مکاتب و مدارس تعصب وجود داشت و جنگ و یک نوع جنگ روانی. بالاخره با وجود فرقه های مختلف، با ایجاد تفرقه بین مردم، کلا به نظر من بعضی از کارهای سیاسی که میشه بیشترش برمیگرده به جهالت، یعنی بیشترش هدفش ما را نگه داشتن ما از توصیه و از آگاهی و از اطلاعات است. ببینید ما در مدارس شاهد از این هستیم که فعلا در مواقع درسی، در ایام درسی، در ساعات درسی، همه فرقه های صیفی، همه فرقه های تصوف میان شاگردان متعلمین مدارس را با اذکار خرافاتشان، با شرکیاتشان از دروس و از تخصص اینها غافل نگه میدارن، اینها را مشغول میکنن و در هر هفته یک شب یا یک روزی که ما یک ساعت مشخصی داشتیم به خاطر بیان و بیداری مردم، این را تبدیل کردن به یک حلقه ذکر، یعنی مردم را کلا این رسمی که این رواجی که ما در بین مدارس داشتیم تقریبا از بین میبرن و در حال گسترش هستن. و در بین مکاتب هم مثلا بعضی کارها انجام میشه که مردم را از آگاهی و از بیداری غافل میکنن. بسیار استاد میخوایم ازتان، قبلا هم خواسته بودم که یک تحقیقاتتان شما ارجاع بدین، یک نظر بیشتری بکنین به این فرقه تصوف غلات صوفیه، آیا پلان از اینا چی است؟ خب برنامه ریزی شده، آیا اینها فقط یک فرقه گمراه و ضاله است یا یکی یک فرقه برنامه ریزی شده برای تفرقه افغانی و غفلت مردم ملت افغانستان؟
درست باشه، در این مورد صحبت میکنیم. باشه استاد، سلامت باشین. باز تشکر از شما. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، خدا بخیر. سلامت باشید، تشکر از شما، بفرمایید. صدای ما را از طریق تلفن بشنوید برادر عزیز، لطفا صدای تلویزیونتان را ببندید، بفرمایید. میشنوید؟ بله بفرمایید. سلام بر شما استاد بزرگوار، خیلی ممنون از شبکه خوبتون و آگاهیتون. ما سلام دارید؟ بله بفرمایید. بله بفرمایید. صداتون ندارم. ما صدای شما را داریم، بفرمایید، ادامه بدید برادر عزیز. مشکل در تلفن شماست، ما صدای شما را داریم، بفرمایید. بله میشنید؟ دوست عزیز ما دوباره تماس بگیرن، چون حقیقتا ما صدای شما را داشتیم منتها شما صدای ما را نداشتید. دوست عزیزی که در مورد فرقای صوفیه صحبت کردن که در مورد اینها صحبت بکنید. ما اصلا چیزی به اسم صوفیه در اسلام نداریم. تصوف و صوفیه اصلا در اسلام وجود نداره. ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرقه صوفیه نداشتیم، چیزی به اسم تصوف نداشتیم. اگر داشتیم بیارید یکیتون یک سندی بدید که در طول 23 سال دعوتشون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرقه به نام صوفیه‌ای رو تأسیس کرده باشن. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد الله متعال اسلام است. در زمان خلفای راشدین، بیش از 30 سال حکومت خلفای راشدین، ما چیزی به اسم تصوف و صوفیگری نداشتیم. اصلا تصوف و صوفیگری در بین مسلمان ها از کی و کجا شروع شد؟ وقتی که فتوحات توسعه پیدا کرد، خاصا در مناطق هند و پاکستان و افغانستان و ایران و این مناطق، همین رهبانیتی که در دین بودایی وجود داشت، میدونید دین بودایی به اصطلاح سالها، 1000 سال شاید بیشتر کمتر قبل از اسلام این وجود داشته و در این مناطق منتشر بود. همین فکر و اندیشه گوشه‌گیری و به اصطلاح لباس پشمی پوشیدن و این مسائل در دین اسلام از هندویزم و از بوداییزم به دین اسلام وارد شده، افعالی که انجام میدادن. اما چیزی به عنوان تزکیه نفس، ذکر، عبادت، تقوا، صلاح، رستگاری، بله این در دین اسلام است و این اصل دین همین است. اصل دین تقوا است، پرهیزگاری است. در حدیث جبرئیل، حدیث معروفی که است، جبرئیل میاد در بین صحابه به شکل یک انسان از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ارکان دین و ارکان اسلام و ارکان ایمان اینا میپرسه و در قسمتی از این سوال و جواب میگه که در مورد احسان به من، اخبرنی عن الاحسان، در مورد احسان به من بگو. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان تعبد الله کانک تراه، طوری الله رو عبادت بکن انگار که الله رو میبینی. فان لم تکن تراه فانه یراک، اگر این احساس رو نمیتونی در خودت ایجاد بکنی که تو الله رو داری میبینی، یقین داشته باش که الله تو رو میبینه. اساس تزکیه نفس این است در اسلام که ما طوری الله متعال رو عبادت بکنیم که انگار در حضور ذات اقدس الهی قرار داریم و داریم او رو میبینیم. اگر همچین تصوری رو در خودت نمیتونی ایجاد بکنی، این رو یقین داشته باش که الله تو رو در هر حالت داره میبینه. انسان وقتی که مثلا شما وارد یک مغازه میشید، وارد یک اداره میشید، دم در نوشته است که این مکان 24 ساعت با دوربین های مدار بسته تحت کنترل است. شما مواظب هر حرکتتون هستید
نشه که یک کار خطایی انجام بدید که دوربین ها داره کنترل میکنه. در محل کارتون که دوربین اون بالا هست شما رو داره کنترل میکنه. مدیرتون یا رئیس اون بخش تو اتاقش یک تلویزیونی داره که از طریق اون تلویزیون داره شما رو کنترل میکنه و همه کارمندایی که در اون بخش هستن. هیچ کدومتون هیچ حرکتی خارج از چارچوب کار انجام نمیدید. چرا؟ چون میفهمید که داره کسی شما رو کنترل میکنه. ولله مثل الاعلی، الله سبحانه و تعالی ما رو همینطوری داره میبینه. پس هر کاری که انجام بدیم، مثلا کسی بخواد زنا بکنه، دزدی بکنه، دروغ بگه، غیبت بکنه، بهتان ببنده، هر عملی که بخواد انجام بده، اگر این تصور رو در خودش ایجاد بکنه که الله متعال داره او رو میبینه، میشنوه، آیا این کار رو میکنه؟ نمیکنه. خیلی از ماها وقتی مرتکب گناه میشیم غافل میشیم از اینکه ما داریم کنترل میشیم. الله متعال داره ما رو میبینه. آنچه که بعداً به نام تصوف آمد، مطرح شد که از تزکیه نفس باشه، ذکر الله سبحانه و تعالی باشه. صحابه به اندازه ذکر میگفتن در هر حالت. سوار اسبش بود، سوار مرکبش بود، ذکر میگفت. در پیاده میرفت، ذکر میگفت. به طرف مسجد میرفت، ذکر میگفت. در محل کار ذکر میگفت. ذکر کاری است که الا بذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر الله متعال دلها آرام میگیره. مثلا شما ذکر الله سبحانه و تعالی هیچ خرچی نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان الله سبحان الله و بحمده. چقدر این دو کلمه کوتاه است، در میزان اعمال میلیون ها تن وزن داره. الان طرف از خونه خارج شد، به جایی که موسیقی رو روشن بکنی، هم برای خود مرض نفسی ایجاد بکنی و هم استرس و نمیدونم 1001 بیماری روانی، سبحان الله سبحان الله سبحان الله و بحمده، الله اکبر و کبیره و الحمد لله کثیره و سبحان الله بکرة و اصیلا، استغفر الله. این از کار بگو تا محل کارت 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت. در نیم ساعت تو چند بار سبحان الله میگی، چند بار استغفر الله میگی، چند بار الحمدلله میگی، چند بار الله اکبر میگی. همه اینا در میزان تو، هر کلمه این میلیون ها تن وزن داره. میزان اعمال روز قیامت مثل میزان ترازوی این زمان نیست، ترازوی دنیایی نیست. و این کلمات و این اذکار رو صحابه در هر حالت میگفتن. حتی بعضی روایتش نمیدونم تا چه اندازه درست است یا نه، میگن از بس که زبان اینها عادت کرده بود به ذکر الله سبحانه و تعالی، وارد بیت الخلا، وارد توالت مستراح که میشدن، یک سنگ چیزی رو تو دهنشون میگرفتن که دیگه زبانشون ذکر نگه. تا به این اندازه همیشه در هر حالت ذکر میکردن. سر کار هستی، هر جایی که هستی، از کار صبح، از کار شام، از کار قبل از خواب، از کار بعد از خواب، همه اینها، از کار بعد از نماز. صوفی چی میگه؟ ذکر بکن. ذکر اصل دین است. الله متعال گفته، اما اون روش که اونها ذکر میکنن اون روش شرعی نیست. در هیچ جایی از سنت نیامده، در هیچ جایی از قرآن نیامده که شما در یک محلی جمع بشید، در شبهای معینی دست جمعی الله الله بگید. در هیچ جایی نیامده. هیچ سندی از قرآن و سنت ندارن. در هیچ جایی نگفته که شما به خاطر ذکر کردن باید یک پیر و مرشد داشته باشید. در هیچ جایی نگفته. هر انسانی میتونه که ذکر بکنه. مثلا در یک آیه‌ای که من همیشه این رو، بعضی صوفی‌ها چی میگن؟ باید انسان، این آیه رو خدمت شما عزیزان بیارم. در هر جای قرآن کریم وقتی که سوال میکنن از رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله متعال این سوال رو مطرح میکنه، الله متعال به این صیغه جواب میده. الان اینم برای شما بیارم. ببینید
سوالاتی که صحابه کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله متعال جواب داده. در قرآن کریم به این شکل بیان شده: یسألونک عن الاحله، از تو در مورد ماها میپرسن. قل، ببینید کلمه قل رو میبینید اینجا، قل، بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم. یسألونک ماذا ینفقون، از تو میپرسن که چه چیزی رو انفاق بکنن. قل، بگو ای محمد. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، در مورد ماهای حرام میپرسن، جنگ کردن در این ماها. قل، بگو ای محمد. یسألونک عن الخمر والمیسر، از خمر و میسر از تو میپرسن، از شراب و قمار میپرسن. قل، بگو ای محمد. و یسألونک عن المحیض، در مورد عادت ماهیانه میپرسن. قل، بگو ای محمد. یسألونک ماذا احل لهم، از تو میپرسن که چه چیز برای آنها حلال شده است. قل، بگو ای محمد. یسألونک عن الساعه، در مورد قیامت میپرسن. قل. یسألونک عن الانفال، قل، بگو ای محمد. یسألونک عن الروح، در مورد روح میپرسن. قل، بگو ای محمد. یا یسألونک عن ذی القرنین، در مورد ذی القرنین میپرسن. قل، بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم. هر جایی که سوال کردن صحابه، الله متعال به این صیغه جواب داده: از تو در مورد این مسئله میپرسن، بگو ای محمد. یک جایی هست که در اونجا قل نمیگه، قل نمیگه در اونجا. و اذا سألك عبادی عنی، وقتی که بندگانم در مورد من، یعنی در مورد الله متعال از تو میپرسن ای محمد، نمیگه قل انی قریب. اصلا قل رو ور میداره از اینجا، چون که در خواستن الله، در ذکر الله، حتی بین من و الله رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. الله متعال من رو میگه مستقیم با خودم ارتباط بگیر. رسول صلی الله علیه و آله و سلم واسطه بین من و تو نیست، وسیله بین من و تو نیست. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، من نزدیکم، احتیاج ندارم کسی دیگه واسطه بشه، کسی دیگه وسیله بشه. اجیب دعوت الداعی، اجابت می کنم دعای دعا کننده را. اذا دعانی، وقتی که مرا دعا بکند، از من بخواهد. فلیستجیبوا لی، اجابت بکنید من را، الله را اجابت بکنید. ولیؤمنوا بی، به من ایمان بیاورید. الله متعال به ما و شما از شاهرگ گردن را هم نزدیکتر است. من این رو برای شما در سوره قاف الله متعال چی میگه؟ و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به انسان از شاهرگ گردنش هم نزدیکتریم. از شاهرگ گردنت الله به تو نزدیکتر است. من این رو به خاطر این مثالهای قرآنی رو آوردم که صوفیه چی میگن؟ میگن برای رسیدن به خدا، برای ذکر کردن، برای عبادت کردن پیر لازم است، مرشد لازم است، کسی که راه رو به تو نشان بده لازم است. مگر راه الله پنهان است که پیر باید به ما نشان بده؟ در کجای قرآن گفته ای مسلمان ها اگر میخواید به الله برسید پیامبر رو مرشدتان بگیرید، او شما رو به الله میرساند؟ در هیچ جا نگفته. وقتی که این مقام رو حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نداره، امروز ما یک انسانی رو بیاریم پیر خودمون قرار بدیم که ما رو به الله برسانه، این اسلام نیست. اینو قرآن نگفته، اینو رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفتن. من برای ذکر کردن نیاز به پیر ندارم، قرآن پر از ذکر است. من برای عبادت کردن نیاز به پیر و مرشد ندارم، اسلام دین آشکار و واضح است. برای نماز خواندن، برای ذکر کردن، برای قرآن، برای تقوا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزه بگیر متقی میشی، نماز بخوان متقی میشی، قربانی بکن متقی میشی. نگفته پیر بگیر متقی میشی.
و همه این پیرهایی که هستند در طول تاریخ، خاصتا فرقه های که بعد از استعمار انگلیس در هند ایجاد شدن، فرقهایی که بعد از استعمار ایجاد شدن، خاصتا همه اینها راهی برای پر کردن جیب‌های خودشان است. باور کنید اون پیری که شما به او دارید پول میدید، دختراش، بچه‌هاش در کجای اروپا و آمریکا دارن عیش میکنن، کیف میکنن، و توی بدبخت میری کار میکنی، زحمت میکشی، پول میبری دست پیرت میدی. اینا یک دکان است برادر عزیز، والله یک دکان است. در بینشان انسانهای متقی هست، انسانهای پرهیزگار هست، انسانهای خوب هست، در این شکی نیست. اما گمراهی است. ای که او انسان خوب و متقی و پرهیزگار است، اما گمراه است، راه را گم کرده. پیر است، شیخ است، مرید است، هر کسی کی است، از اخلاص سادگی مردم سوء استفاده میکنن. فرق بین پیرهای تصوف اهل سنت مثل گنبد و بارگاه های شیعه نیست. هر دویشان بانک هایی هستن برای خالی کردن جیب مردم. در پشت اون قبرها و زیارتگاه ها آخوندهای شیعه است، در پشت این طریقت ها هم پیرهای مفتخور است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا لحظه وفاتشان در بازار مدینه میرفتن، صبح تا شب کار میکردن، خرید و فروش میکردن، داد و ستد میکردن، تجارت میکردن. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، عبدالرحمن ابن عوف، همه صحابه کار میکردن. همین حضرت عمری که امیر مومنان، خلیفه مسلمانان، مگر روایتشو نخواندید که در هفته 2 روز 3 روز میرفت چوپانی در اطراف مدینه؟ بعد از اون که برمیگشت درسایی رو که از جا مانده بود از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگر صحابه بهش میگفتن، یا با چوپانش نوبت میکرد. در هفته 3 روز ای بود، در هفته 3 روز او بود. هم کار میکردن، هم میومدن تعلیم دین رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگرفتن. کدام پیر است که کار میکنه؟ یک پیر طریقت نشان بدید که کار میکنه. پیامبر کار میکنه. موسی علیه السلام چوپان بود، عیسی علیه السلام چوپان بود، رسول الله صلی الله علیه و سلم چوپانی کردن، در بازار مدینه تجارت کردن، خرید و فروش کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کردن و درعشان، زرهشان در نزد یهودی که با او داد و ستد کرده بودند به عنوان رهن مانده بود. آقا کدام پیر طریقت امروز کار میکنه؟ بچه کدام پیر امروز کار میکنه؟ آیا میره مثل مریداش مثلا خشت بزنه، در یک رستورانی کار بکنه، در بازار خرید و فروش بکنه؟ یا نه با سر و صورت آراسته و آرایش کرده و چشمای سرمه کرده و کالای اتو کرده میاد دستش همینطوری پیش میکنه، مردم میان میبوسن، بعد در کف دستش یک چیزی میدن. سیف الرحمن کار میکرد، خشت میزد، بنایی میکرد، دکانداری میکرد. یک مفتخوری در باره بود، خلیفهاش جمع میکردن، میبردن بهش میدادن، نصفشو خودشان میخوردن. ماشینای لانکروزر، میتسوبوشی، ماشینای آخرین سیستم، بادیگاردها، بهترین غذا، طول عمرشان همینطور زندگی کردن. و ملت بیچاره و بدبختی که نان خوردن نداشتن، لقمه دهن زن و بچه‌شو میبرد به پیر میداد، به خلیفه میداد. و در بینشان بازم میگم انسانهای خوب زیاد بودن، انسانهای متقی زیاد بودن. قاری عبدالرحیم سمنگانی، یکی از خلیفه‌های سیف الرحمن، من پیشش قرآن کریم خواندم. آدم خیلی متقی، آدم پرهیزگاری بود، اما مفتخور بودن. مفتخور. یخچال، کولر، فرش، ظرف، همه رو مردم می آوردن خانش، خرج و مصرفش هم مردم میدادن. چرا؟ مسلمان نباید مفتخور باشه، عالم دین نباید مفتخور باشه، دعوتگر نباید مفتخور باشه، دستش به طرف مردم دراز باشه که کمک بکنید. کار کنه، تجارت بکنه. بعضی از علما هستن امروز رفته مدرسه درست کرده با 300 400 تا شاگرد، صبح تا شام کاسه گدایی دست مردم. با خدا نگفته که تو برو 300 تا شاگرد بگیر، مدرسه درست بکن و برو از مردم گدایی بکن.
لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به اندازه استطاعتت بکن. اولاد مردم رو میارن در اونجا، خوابگاه های شپش زده، لباس های خراب، فرش و ظرف گندیده و خراب. چرا؟ ما مدرسه داریم 300 تا حافظ در اونجا. الله متعال نگفته تو 300 تا حافظ درست بکن. الله متعال میگه تو 300 تا مسلمان خوب درست بکن. یک مسلمان خوب درست بکن. سیاهی لشکر نیاید بکار. یکی مرد جنگی به 100,000. جامعه شده پر از قاری مفتخور که منتظر است که کجا یک نفر بمیره که برو در خانهش ختم قرآن بکنه. در کجا صحابه برای خانه فلانی مرده بود رفتن اونجا ختم قرآن کردن، پول گرفتن؟ آیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کوفه در مدرسه‌ای که در اونجا داشتن یک بخشی داشتن قاریای مفتخور که در اونجا برن خانه مردم وقت مرگ و مردن مردم قرآن بخوانن پول بگیرن؟ یا امام ابو حنیفه شب جمعه مردم رو جمع می‌کردن در داخل یک اتاق ذکر می‌کردن، الله میگفتن، به سر و کله هم دیگه می‌زدن، رقص می‌کردن داخل مسجد؟ اگر دارید بیارید یک نمونه. امام ابو حنیفه این کارو کرده، امام ابو یوسف کرده، امام محمد شیبانی کرده. هیچ کس از علما بزرگان ما نکردن. و در کدام جوامع تصوف بیشتر انتشار پیدا میکنه؟ در جوامعی که جهل است، فقر است، بدبختی است، مشکلات اجتماعی است، چون مردم مجبور هستند چیزهایی رو که در واقعیت به دست نمیارن در متافیزیک، در مسائل روحی به دنبالش بگردن. این در اسلام نیست. در کشورهای پیشرفته و مردم زندگی مرفه دارن، در کویت و قطر و عربستان سعودی، در اینجا شما دیدید که صوفیا جمع بشن و سر کله هم دیگه بزنن. هرچی از در بنگلادش، هند، پاکستان، افغانستان، در کشورهای فقیر و بدبخت، در تاجیکستان. و هر پیر تصوف برای خودش یک فیودال است در اونجا. من بارها گفتم و بازم اینو تکرار میکنم عزیزان، همین اعمالی رو که انجام میدید به نام تصوف عبادت است یا عبادت نیست؟ من با تصوف خیلی کوتاه مناظره میکنم، خیلی کوتاه. سوال مختصر و مفید: کاری که انجام میدید عبادت است یا عبادت نیست؟ اگر گفت عبادت است، دلیل از قرآن و سنت، چون عبادت توقیفی است. برای عبادت 3 شرط لازم است: نیت است، اخلاص است، مطابق شریعت است. کاری که انجام میدی از قرآن و سنت دلیلشو برای من بیار. اگر گفت نه عبادت نیست، تجارت هست، تفریح هست، ورزش هست، خیزک و جستک میزنن، یک نوع سپورت هست، باور کنید. شما 2 روز برید با این صوفیا، نیاز دیگه به پیاده روی ندارید، نیاز به باشگاه رفتن ندارید، پولتون رو الکی خرج نکنید. همونجا انقدر خیزک و جستک میزنن، انقدر رقص میکنن که برای یک روز در مجلس اینا شرکت بکنید، برای 1 ماه نیاز به ورزش ندارید، نیاز به سپورت ندارید. اگر ورزش از سپورت است با شما حرفی نداریم. پس این کارتون کار دینی نیست، کار اسلامی نیست، کار دنیایی است. اما اگر میگی عبادت است، برای عبادت دلیل باید از قرآن و سنت برای من بیاری. در کجای قرآن گفته که این کارا رو بکنید؟ در کجای قرآن گفته پیر بگیرید؟ در کجای قرآن گفته دست جمعی بشینید ذکر بکنید؟ در کجای سنت پیامبر این کارو کردن؟ صحابه، تابعین، تبع تابعین، ائمه مذاهب اربعه این کارو کردن. محدثین، مفسرین کسی این کارو کرده باشه؟ بیارید. اما تصوفی که به معنی تزکیه نفس باشه، من گاهی اوقات میگم به شما عزیزان، من با اسم مشکل ندارم. تو میخواد اسمت شیعه باشه، اسمت سنی باشه، اسمت سلفی باشه، اسمت علفی باشه، هر اسمی که سر خودت میگذار، موحد باش، تابع قرآن و سنت باش، بدور از شرک و خرافات باش. تو برادر دینی من هستی، ان شاء الله که از اهل بهشتی، ولو اینکه اسمت شیعه باشه. نامت سنی باشه، اهل سنت و جماعت خودتو بگیری، مشرک باشی، شرکیات و کفریات اعتقاد داشته باشی، الی جهنم و بئس المصیر. صوفی که هدف ذکر الله باشه، تزکیه نفس باشه، تقوا باشه، پرهیزگاری باشه، تاج سر ماست، هیچ مشکلی هم باش نداریم. اما این سازمان هایی که درست کردن، سازمان سیفی و سازمان قادری و سازمان چشتی و سازمان نقشبندی، اینا همه سازمان های دزدی اموال مسلمان هاست. فقط پول مسلمان های جاهل و نادان رو اینا جمع میکنن میدزدن. فقط دکانی است به نام دین باز کردن برای خودشان.
و همینایی که مثلا خودشون رو منسوب به شیخ عبدالقادر جیلانی، والله شیخ عبدالقادر جیلانی متنفر است، بیزار است از اونها. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم مصطفی صوفی مردان باشید. سلامت باشید، بفرمایید. ساری ببخشید یک موضوع رو میگم، شاید برنامه شما مربوط هم نباشه. شما از خاطری که عالم دین هستین زیاد مردم افغانستان برنامه شما را تعقیب میکنه، یک نصیحت کنین نمی جوانای افغانستان، شاید خودتان در اروپا دیده باشین نمی طرز لباس پوشیدنشان، لباسای پلنگی و دستمال سر شانه و موهای بلند و خدا یک کابرو ریزی است. مردم چی میگن؟ یعنی واقعا آدم شرمش میاد یک جای بره بگه من از افغانستان هستم. همین چی وضع است در فرانسه، در کل اروپا وضعیت همین رقم است. چشم، در این مورد صحبت میکنم برادر است. بکر زنده باشید. این رو هم به یک آیه از قرآن پاسخ بدم خدمت برادر عزیزمون. بعضی از ماها رو میبینیم پاکول پوشیده، کچ، مویا رو گذاشته تا اینجا، پتلون پلنگی رو هم پوشیده، یک دستمال چارخانه هم سر شانه انداخته که انه دره پنشیر از روسا گرفته. اون مجاهد بیچاره که چیزا رو میپوشید در پنشیر با روسا میجنگید، تو خاک پایو هم نمیتونی شوی. بذار بهم لهجه هم دری پخته براتان جواب بدم. اون مجاهدی که در پنشیر با این سر و وضع جهاد میکرد در مقابل روسا، جان خدا فدا میکرد، تو خاک پایو هم نمیتونی بشی. یک 420 آرامزاده 4 حیب شرعی، پتلون پلنگی پوشه، موها تا اینجا، پکولا کج از دستمان سر شانهش انداخته که چی است؟ یعنی خودت به کی میخوای تو مقایسه بکنی؟ و با یک غرور و تکبری راه میره. الله متعال این انسانها رو در سوره اسراء آیه 37 چی میگه؟ ولا تمشی فی الارض مرحا، در روی زمین با تکبر راه نرو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو زمین رو نشکافتی، نمیتوانی هم زمین رو بشکافی و هرگز به بلندی کوها هم نیستی. الله سبحانه و تعالی انسان مسلمان رو از تکبر، از غرور در راه رفتن منع کرده. این سرشون اینطور بالا میگیرن، با غرور و تکبری در راه میرن، این نشان دهنده انسان مسلمان نیست. و از اینایی که همین جور لباس ها رو میپوشن و میتونه میگن از اینا کرده انسان های فاسد، فاجر، فاسق، بدبخت، گمراه، کسی دیگر رو نمیتوانید پیدا بکنید. یک انسانی که شخصیت داشته باشد، یک انسانی که عزت نفس داشته باشد، کرامت داشته باشد، اخلاق داشته باشد، اینطوری رفتار نمیکنه. اینم در باره اینها. بیننده عزیز بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. من خود از شما و شبکه شما خیلی تشکر میکنم. همیشه شما مردم مظلوم بودید. شبکه شما که خیلی روشنگری میکنید و بی‌طرف هستید کاملا. و بسیار از شما تشکری و ابراز خرسندی میکنم. سلامت باشید برادر عزیز. من میخواستم در مورد این موضوعی به شما به حرف بزنم. بفرمایید. که سالهاست وجدان مردم افغانستان رو میسوزوند. بفرمایید. واقعا همی غرب به ویژه امریکا به نام آزادی، حقوق بشر، مبارزه به ترور با افغانستان اومدن، ولی در واقع طی 20 سال در حضور خود نه تنها که مشکل را حل نکردن، بلکه کشور ما رو به سوی فساد و وابستگی سوق دادن. درست. با خزانه های میلیاردی، شعارهای زیبا
افغانستان رو درگیر جنگ و هرج مرج و بدون هیچ پاسخگویی و افغانستان رو رها کردن و رفتن و تحویل یک گروه افراطی تحویل دادن که هیچ باور و رسم به حقوق بشر و آینده این ملت ندارن. اینها خودشون توی 20 سال افغانستان رو تباه و برباد کردن و بعد از 20 سال هم افغانستان رو بدون سرنوشت به گروه که اصلا درک اسلام ندارن رها کردند و افغانستان رو تباه و ایران کردن. من نمیدونم اینها اصلا این گروه رو واسه چی خودت شونده. این گروه با باورهای غلطی که دارن دین رو به جهانیان به غلط میرسونن. این واقعا یک معامله بدی که توی جهان توی افغانستان انجام شد. این معامله بود که طالبان اومدن تو خودت نشستن و این معامله باعث میشه که اسلام برای جهان بد نشان داده شود. ممنون از شبکه خوبتون. تشکر از شما. زنده باشید. بخش میکنید. سلامت باشید. تشکر از شما. خدا نگهدار. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید از ایران. سلام آقا، خسته نباشید. سلامت باشید. شب شما بخیر آقای انصاری. سلامت باشید. میگم آقای انصاری شاد شدم صدات شنیدم که چند وقته برنامه‌هاتون رو نگاه میکنم. میگم اینا یه زمان واسه امام حسین فقط توی ماه محرم هیئت میبردن، الان برای حضرت فاطمه هم توی این ایام هیئت میبرن. واقعا دیگه شورش در اومده خدایش. میدونی اصلا آدم میمونه چی بگه، همونور جنگل آتش گرفته، همونور شما دارید دسته میبرید هیئت میبرید. بعد اصلا واقعا نمیدونم این داستانی که مثلا اینا ساختن در مورد حضرت عمر و اینا، نمیدونم والا آقا مگه میشه؟ مثلا من همیشه اینو میگم، مثلا من اصلا به رفیقام که مثلا ازم سوال میکنن بهشون میگم میدونید چیه، من یه آدم عادی تو خونم بشینم یکی بیاد زن منو بذاره لای در، من مگه مثلا بی غیرتم میشینم مگه تماشا میکنم؟ بلند میشم طرفو جر به جر میدم؟ مگه میشه حضرت علی بشینه مثلا حضرت عمر بیاد این کارو بکنه فلان کنه؟ نمیگم اینا هم مثل ما قدیم ما خب آگاهی ندارم، من خودم بانی هیئت بودم، آگاهی نداشتم هیئت دسته فلان را مینداختیم تو خیابونا. حالا خدا رو شکر چند سالی فهمیدیم که این کارا همش بود پرستی و شرک بوده. میدونی چیه که اصلا دین حساب نمیشه، داستانه، یه داستان من در آوردیه. الان به رفیقام به این بچه‌های دور و برم میگم آقا شما یه ذره عقلتون رو به کار بندازید، اصلا شیعه و سنی رو بذار کنار. مگه میشه یه نفر بیاد یه همچین کاری رو بکنه بعد من بردارم مثلا ما دختر بدم یا مثلا دیگه باش تابعش باشم؟ مثلا بالاخره تو بیعتش بود دیگه، حضرت علی اون زمان تو بیعت حضرت عمر بود، تبعیت میکردن. آقا یه خلیفه بود همه تبعیت، بعد بردارم بهش دختر بدم مثلا، بعد حسن و حسین بیان مثلا سه بچه هاشون رو عمر بذارن، اصلا با عقل جور در نمیاد. بعد بهشون هم میگی البته میگم اینا هم بین گذشته ما گمراهن دیگه، بعد چی هم پیدا نمیکنن بگن. درست. الان هم که میگم مثلا جدیدن مثلا من خودم همینجوری موندم، مثلا انگار یه لجبازیه. آقا تو قبلا برای امام حسین فقط هیئت میوردی بیرون، الان برای حضرت فاطمه هم هیئت میاری. اما ایران داره نابود میشه و جنگلا تمام سو صدا همه خوش شده. نمیدونم والا اصلا من میگم مثلا شیعه و سنی رو بذار کنار، شما چید آخه چیکار میخواید بالاخره بکنید؟ چیکار میخواید بکنید این مملکت؟ شما دوست عزیز چند سالتونه شما؟ چند ساله هستید میگه پرسه؟ من آقای انصاری 40 سالمه. 40 سالتون. به یاد دارید دهه 60 دهه 70 دهه 70 شاید به یاد داشته باشید. در دهه 70 علی محوری بود، علی امیر مومنان رضی الله تعالی عنه، سریال علی و علی مظلومیت علی و خلاصه مردم رو به نام علی، سریال حضرت علی رو دیدم آره. بله اون موقع مردم رو خلاصه سرگرم کرده بودن با حضرت علی. یک کمی که کمرنگ شد این قضیه در دهه 70 اگر یادتون باشه مسئله شهادت فاطمه رضی الله تعالی عنها رو مطرح کردن، دهه فاطمی و فلان و تو تقویمام از
از وفات به شهادت عوض شد. زمان خاتمی شروع شد. زمان خاتمی. دقیقاً. اینها برای مشغول نگه داشتن ملت بیچاره ایران هر 10 سال یک برنامه، یک طرحی میریزن. الان مظلومیت امام حسین رو تموم شد، مظلومیت فاطمه شروع شد. الان جدیداً اگر شنیده باشید تو هیئت‌ها و آخوندها تو قضیه شهادت رسول الله رو مطرح میکنن که رسول الله رو به شهادت رسوندن. حالا کی به شهادت رسونده؟ همسرانش به شهادت رسوندن، زهر دادن و فلان دادن و سم دادن، از این حرفا. خلاصه اینا باید با این چیزا مردم رو سرگرم کنن. دوست عزیز الان سریال حضرت علی هم دیگه پخش نمیکنن. یه جا آخوند آدمی که نقش امراس بود، اینم شود برگشت گفتش هر کاری میخواید بکنید بندازید گردن خدا. اون یتیگر تو خودشون هم همه کار دارن میزن گردن خدا. درست. دیگه اون سریال رو پخش نمیکنن. درست. دیگه اون سریال اصلا پخش، چون یتیکش مستقیم میخوره به اینا. الان چند تا آخوندا میگن اگه بارون نمیاد مقصر خداه، یکی میگه اگه گرونیه مقصر. بابا اینا اصلا خدا شاهده نمیدونم شیشه میزنن. قبلا با تریاک میکشیدن بهتر بودن، جدیدن شیشه میزنن. خیلی دیگه توهم میشدن اینا. الان مثلا همون رهبر که یه سری ادعای خدایی کرد، میدونی اصلا میدونی آقای انصاری از هر ور میری، و حالا حرفم زیاده وقت برنامه‌ام دارم میگیرم، از هر ور میری اصلا بنبسته. میدونی مثلا میری به امام زمان، میری تو نخ امام زمان، خب بابا اذان عسکری که میگن اصلا بچه نباش. خب این از کجا اومد؟ میری تو نخ قرآن، میگه قرآن اصلی رو این امام زمان برداشته رفته. خب برای چی برداشته رفته؟ من توی زندگیم کی میخواد منو هدایت کنه؟ خدا فردا نمیتونه من میگه تو چرا این کارو کردی اون کارو نکردی. میگم خب من کتاب هدایت نداشتم که امام زمان برداشته برده بود. میدونی اصلا جور در نمیاد. خودشون هم انقدر دروغ گفتن دیگه، خودشون هم موندن توش. من چی دارم میگم؟ مثلا این وضع اقتصادمون، هوا نداریم، به خدا نداریم، اینجا خفه میشیم، دود دم سر. از اون ور آب نداریم، از اون ور برق نداریم، از این ور اقتصاد اینجوری. نمیدونم والا خدایش موندیم حیرون از دست اینا خوندن. من یک داستانی رو خدمت شما بیان بکنم. اینا الان میگن که مثلا حضرت علی تو خونه نشسته بود، عمر اومد پشت در با لگد زد، این در رو شکست، خونه رو آتیش زد، حضرت فاطمه پشت در موند، خلاصه جنین سقط شد و پهلو شکست و از این حرفات. درسته؟ میگن. الان من یک داستان دیگری رو خدمت شما بیان بکنم، ببینید که واقعیت چی است. در بهارالانوار که دیگه میدونید که کتاب معتبرشون هست، در اینجا در جلد 13 در صفحه 300 من خدمت شما بگم در صفحه 332 یک روایت 12 در اینجا اومده، میگه که یک روز حضرت علی خلاصه در زمان عمر بود، میگه به حضرت علی خبر دادن که یکی از عمر به یکی از شیعیان علی توهین کرده در زمان خلافتش. متوجه شدید؟ به یکی شیعیان علی توهین کرده. بعد از اون علی هم رفته سر راه عمر رو گرفته، گفته که باور کن من یک لگدی در اینجا بزنم در شام معاویه رو از سر تختش بندازم پایین. الان سوال اینجاست که این لگد حضرت علی که از مدینه تا شام که 1500 کیلومتر راه هست، انقدر لگد درازی داشت که میزد معاویه رو در شام از سر تختش مینداخت پایین. خب این لگد رو چرا از همون داخل اتاق نزد به سینه عمر که دیگه نتونه در رو بشکنه؟ دقیقا. میگم انقدر اینا دروغ گفتن. اما میگم مثلا در خیبر ما که میگیم حضرت علی شیر خداه، ما که قبولش داریم، ولی دیگه مثلا دیگه بشینی بی بابا حضرت عمر با هم اینا فامیل بودن، به هم دختر میدادن، از هم دختر میگرفتن، بعد با هم انقدر رفت و آمد داشتن. مثلا جور اگه بخوای اینجوری حساب کنی، خب به حرف شیعه بخوای بری جلو، خب پیغمبر حساب کنی پیغمبر تو همه چیز شکست خورده. خب توی انتخاب همسر شکست خورد. خب اگه بخوای حرف اینا رو گوش کنی، درست. توی تعلیم و تربیت صحابه همه که افتادن به جون هم شکست خورد. خب درست.
قرآن هم که میگن اینجوری. خب اینجوری باشه که یه پیغمبر داریم دور از جونش اینا میگن و اینا ما که میدونیم پیغمبر کیه و حضرت عمر کیه، حضرت علی کیه، اینا اصلا یه جایگاهایی دارن که ولی به گفته اینا بس یه پیغمبر شکست خورده داریم دیگه. بس ببین با عقل جور در نمیاد. اینا میدونی اینا یه چیزایی میگن که با عقل جور در نمیاد. بس اونجوری باشه پیغمبر تو عرض همه زمین‌ها شکست خورد، ما هم که یه عده مسلمان شکست خورده ایم دیگه. بعد چی میگیم بس؟ من یه چیزی از شما بپرسم دوست عزیز. بله شما الان گفتید که هیئت داشتید و خلاصه شما هم شرکت میکردید در این مراسم و اینا. چطور شد که این ماشاءالله چطور شد که شما این تحول در شما ایجاد شد؟ اولین جرقه هدایت از کجا شروع شد؟ من الان به شما دقیق میگم. میدونی آقای انصاری من خودم حقیقت هم خلافکار بودم، من مشروب میفروختم، هم در روز محرم هیئت رو میدونم. اکثر بانیای هیئت هم من میدونم همه خلافکارن. خیالت راحت کنم هر کی هم میگه نه بیاد اینجا بگه نه. من خودم دیگه تو ایران بزرگ شدم. اون در روزم به قول گفتن هیئت رو مینداختیم با همون پول خلافمون علامت خریده بودیم فلان و بیسال. الان هم میدونید چی شد؟ من این شبکه‌های ماهواره رو داشتم بالا پایین میکردم. یه روز شبکه کلمه هم اینو گفتم. شبکه کلمه یه آن اومد، بعد دیدم یه دونه از مجریاشون هنوز الان نیست اون شبکه. خب بعد یه دیدم اینا دارن در مورد حضرت عمر صحبت میکنن، چه عزت احترام. یان گفتم اینا رو نگاه کن، اینا دارن از حضرت عمر چه تعریفی میکنن. سری شبکه رو عوض کردم و گفتم اینا ما خب یه چیزای دیگه شنیدیم دیگه. به ما گفتن حضرت عمر نمیدونم دشمن شیعه بوده فلان بوده، به ما اینا رو گفته بودن دیگه، نمیدونم حضرت فاطمه رو کشته این حرفا. بعد دوباره گذشت، ما همونجوری روال زندگیمون رو میکردیم. یه روز دوباره همونجوری بالا پایین میکردم. گفتم حالا بذار من یه نگاه بندازم ببینم بالاخره حرف حساب اینا چیه، این همه به مثلا حضرت عمر و اینا دارن احترام میذارن، ببینیم حالا حرف حساب اینا چیه، حالا آدمو گوش میکنه دیگه، آقا ضرر نداره که. یه لحظه همونجوری زدیم دوباره شبکه اومد و گوش داشتیم میکردیم و بعد دیدیم نه آقا مثلا یه حال مثلا دیدم بابا اینا با منطق دارن صحبت میکنن. ببین آدم حرف حق و منطق رو میپذیره. میدونی چی میگم؟ اون موقع البته شبکه شما بود نگاه میکردم تک و توک. بعد اون یه داشتید هنوزم از آقای سجودیه به نظرم اسمش. بله بعد همینجوری داشتم اینا میگم دیگه من یه جوری شد هم شیعه بودم هم شبکه‌های مثلا نور و این شبکه کلم و اینا هم نگاه میکردم. بعد دیدم بابا اصلا عقل کجاست؟ یه روز همینجوری داشتم نگاه میکردم گفتم بابا خب اینا راست بگن، خب آخه جور در نمیاد که آخه بابا مگه میشه اسلام فقط آخه 12 تا خدا برای خودمون درست کنیم؟ یکیش که اصلا نیست. حضرت مهدی چیه اون اصلا وجود خارجی نداره، به دنیا نیومده که اینو مثلا درست میدونی. بعد از اون قشنگ اینجوری شبکه‌ها رو بالا پایین میکردم نگاه میکردم میدم بابا خب مگه میشه آخه من زنمو یکی بکشه بعد بردارم بهش دختر بدم بعد اسم بچه‌هامو عمر بذارم بعد خودم خلیفه شدم دوباره صداشو در نیارم؟ میدونی؟ درست. دیدم جور در نمیاد. یا مثلا این چه عزاداریه؟ خود پیغمبر گفته آقا جون تو یکی عزیزت میمیره 3 روز عزاداری بگیر دیگه. این چیه هر سال برمی‌داره 10 روز میزنه؟ من یه امام حسین فقط زندگیش تو 10 روز کربلا خلاصه میشه. امام حسین یعنی روز خوش ندید، ازدواج نکرد روز بعدم. آقای انصاری اصلا حضرت علی خودش سنی بود. اینا اگه سنی نبودن 5 وقت نماز میخوندن، ما چرا باید 3 وقت بخونیم؟ میدونی؟ بله در نهج البلاغه میگه که 5 وقت نماز بخونید. بله میگم خودشون بابا سنی بودن، اون اصلا شیعه نبودن که. خود حضرت فاطمه سنی بود، اصلا همشون سنی بودن. بعد اومدم اینجوری پله پله نگاه کردم. الان چندین سال شبکه کلمه شبکه شمالی نگاه میکنم ببینم چیزای جدید یاد میگیرم، چیزای بهتر یاد میگیرم. بعد عقل و منطق خوب چیزیه واسه آدم باید از ذره تعصب بذاره کنار، با عقل و منطق بره جلو موفق میشه، آگاهی پیدا میکنی. درست. زنده باشید، سلامت باشید. الله متعال حفظتون بکنه، شما رو ثابت قدم بداره در این راه. تشکر از شما. زنده باشید بزرگوار. سلامت باشید زنده باشید. من نوکرتم. خداحافظ شما.
بیننده عزیز بفرمایید. بیننده گرامی از ایران بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. شبتون بخیر، خوبی شما؟ سلامت باشید، تشکر از شما. خواستم خدمتتون عرض کنم، ما از کردستان باهاتون تماس میگیریم ایران. خب بفرمایید. صدا و تصویرتون حدوداً نزدیک 10 ثانیه اختلاف داره. الان 2 ماه برنامه‌تون اینجوریه، نه فقط برنامه شما، کل برنامه‌ها. عجیب. والله اینو من باید به بخش فنی بگم که اینو ملاحظه بکن. تشکر از شما. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدار. لحظه ای من این پخش رو بگذارم دوستان عزیز. هند، پاکستان، افغانستان، در کشورهای فقیر و بدبخت، در تاجیکستان. والا پیش من در یوتیوب اینطوری نیست صدا تصویر برابر. دوستان در شبکه نور این رو ملاحظه بکنن. اگر از طریق استتلایت همچین مشکلی وجود داشته باشه لطفا این رو بررسی بکنن. تشکر از دوستان عزیز. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جور هستین ان شاء الله. سلامت باشید، تشکر از شما. استاد عزیز، فقط سوال نیست، اما قدر یک معلومات 2 دقیقه‌ای یا 3 دقیقه‌ای بدید وقتی که یک کس فوت میکنه. بله. اما تا وقتی که دفن میشه کدام کارها باید صورت بگیره؟ به خاطر که چشم دید ما که در افغانستان است وقتی کسی که فوت میکرد اولی کار که میشد علی ظروف کرایی را بیارین که دیگ پخته شوه و باز از مسجد بچگکای خورد کاریگکا می آمدن، باز داخل اتاق می شدن، باز فقط گناه نشد در داخل اتاق شیشتمی مگس ها واره بینگ 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 کرده می رفتن، نه قرائتشان معلوم می شد، نه یعنی به یک نوع توهین می کردن، مثل توهین معلوم می شد، به خاطر که آدم باید قرآن با تجوید، با صدای بلند، با بسیار با تجوید بکنن. درست. شنیدنی یک معلومات بدین. چشم بریم دومیشی که یکی از دوستای بسیار نزدیک ما استاد عزیز رفته بودن عمره، از اهل تشیع هستن، از طرف پدر تشیع هستن، از طرف مادر اهل سنت هستن، رفته بودن. باز ما برش زنگ زدم، برش تبریکی میدادم، باز گفتم که حالا خودت خو اونجا دستواد نماز میخوانی، باز چطور میکردی نمازها و یاره؟ گفت والا بچهش چی بر دروغ بگویم؟ گفت که روز اول که رفتم اونجا دستواد نماز خوندم. گفت بعد از اون گفت که دیدم که کلگی دست بسته میخوانن، گفت ما هم دستای خود بسته کردم، دست بسته نماز خوندم. باز موضوع شدم که از طرف پدر خیلیتان خبر نشه که غنی آقت میکنه. باز گفت که بابا زنگ زده بودم که رفته بودم من این عمره رفته بودم، باز گفت که با ما گفتن که تا کربلا نری یک دفعه کربلا نری حج تو قبول نمیشه، عمری تو قبول نمیشه. یا والا عالم که چیزا هست در چی از واز در مذهب از واز یا نیست. درست. دیگه دمی با ما یک معلومات بکنیم. باشه چشم، در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما. تشکر از شما. سلام علیکم. سلام. سلام. الله سبحانه و تعالی همه شما عزیزان را حفظ بکنه. اما اگر بر انسان عجلی داره در هر خانواده‌ای، شاید انسان مریضی است، انسان کهنسالی است، یک روزی عجلش بیاد. ببینید الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم همه این موارد رو برای ما در شریعت بیان کردن. کسی اگر که وقت فوتش فرا میرسه تلقین شهادتین باید بهش بشه، در بالینش بشینن تلقینش، چون آخرین سخنی که
از زبانش جاری میشه در این دنیا شهادتین باشه و بعد از اینکه فوت کرد حرمت یک انسانی که فوت میکنه مسلمان مانند حرمت یک انسان زنده است. میپوشاننش به زودترین فرصت. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر میکنن که وقتی کسی فوت میکنه در زودترین فرصت اون رو غسل بدید، کفن بکنید، دفن بکنید و نماز جنازه طبعا براش بخوانید و دفنش بکنید. و چند تا از مشکلاتی که متاسفانه خاصا در بین افغان ها وجود داره، در بین همه اقوام خود بیشتر در بین افغان ها وجود داره. یک کسی فوت میکنه در آمریکا، در اروپا، در یک کشور دیگری، باید به هر شکلی شده جنازه این رو ببرن در افغانستان دفن بکنن. والله و بالله و تالله که دفن کردن یک انسانی که فوت کرده در هر کشوری که باشه هیچ ضرری برای او در آخرت نمیرسونه. انسان بد باشه ببرید در بقیع دفنش بکنید و در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل حرم هم دفنش بکنید، جهنمی باشه میره جهنم. و اگر انسان خوبی باشه در هر گوشه دنیا که دفن بکنیدش وارد بهشت میشه. این که در کجا دفن میشه این هر به قول استاد خلیل الله خلیلی رحمت الله علیه یک شعر بسیار جالبی داره: هر کجا دل می رود دلدار را باشد مقام، هر کجا جان می رود جاندار را باشد مکان. در هر جایی که ملک ماست که ملک خدای ماست، یعنی همه ملک الله سبحانه و تعالی است. و این اذیت کردن یک مرده است که او رو ببرید در یخچال بانید، باز اون همه خرج بکنید، جنازه رو توسط یک به اصطلاح ایرلاینزی که چقدر پول میدید، چقدر در اونجا گمرک میدن، چقدر مصرف میکنن، مالیات میدن، شاید برای یک جنازه 5-6 هزار دلار خرج بکنن، با رو برسانن در افغانستان بخترشی در وطنش دفن بشه. وطن ما همه جهان وطن ماست. هر گوشه‌ای که ما زندگی میکنیم وطن ماست. هر جایی که از دنیا میریم و خاک الله سبحانه و تعالی است. همون 5-6 هزار دلار یا 10 هزار دلاری که خرج میکنید همون رو به یک فقیر و مستحق و بیچاره و بدبختی باور کنید 1000 دلار در بعضی از خانواده‌ها در افغانستان خرج یک سال کاملشان است. شما با همون 10 هزار دلاری که خرج یک مرده میکنید میتوانید 10 تا خانواده ای رو برای یک سال کامل تامین بکنید که ثواب این برسه به اون مرده شما. یعنی گاهی اوقات حقیقتا ما سوراخ دعا رو گم میکنیم، فکر میکنیم داریم کار خوب میکنیم، داریم کار اشتباه میکنیم. بعد از اون غسل میکنن، کفن میکنن که عبارت از 2 پارچه سفیدی است که مرده رو در او میپیچانن و بعد از اون نماز جنازه میخوانن و بعد از اون دفنش میکنن. بعد از اینکه دفن کردن اهل میت، ببینید دقیقاً ما همه چیز ما برعکس است. چیزی که سنت است انجام نمیدیم، چیزی که بدعت است اون رو انجام میدیم. سنت این است که خانواده‌ای که یکی از عزیزانشون رو از دست دادن اونا عزادارن. 3 روز شرعاً عزاداری شرعی است. اینا عزادارن، در خانه خودشان می نشینن، همسایه ها و خویشاوندان غذا میپزن و برای اینها میارن. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میگن که وقتی جعفر رضی الله تعالی عنه برادر سیدنا علی امیر مومنان رضی الله تعالی عنه در موته به شهادت رسید، فرمودن که غذایی برای خانواده جعفر آماده بکنید که اونها عزادارن. یعنی دیگه دلش نمیشه زن بره غذا آماده کنه، شوهرش فوت کرده، غذا آماده کنید بفرستید خونش. 3 روز. در جامعه ما چیکار میکنن؟ طرف پدرش میمیره، مادرش میمیره، غم از دست دادن پدر و مادر رو فراموش میکنه، چون غم بزرگتر از اون به سرش میاد. غم بزرگتر چی است؟ حالا این باید 3 روز عزاداری بکنه، روز 7 و روز 10 و روز 13 و روز 12 و روز 40 و روز سال و میرن از بانک قرض میگیرن با ربا، با سود حرام از بانک قرض میگیره. به خاطر چی؟ آقا گوسفند بکشید، گاو بکشید، مردم میان و خلاصه شام بده و نهار بده و فلان. اینا همه بدعت است، اینا خرافات است. از برای خدا، از برای دین اسلام نکنید این کارا را.
کسی که عزادار است عزیزش را از دست داده، مردم باید غذا بپزن ببرن در خونه اونها، نه اینکه اونها به غذا بپزن همه شهر رو دعوت بکنن. و کسانی که برای تعزیت میان فقط 3 روز، بعد از روز 4م یک زیارت عادی با عنوان عزا به تعزیت نباید برید، بدعت است، ممنوع است. 3 روز عزاداری است. وقتی هم که میرید اونجا با کلمات شرعی، اعظم الله اجرکم، احسن الله عزاکم و غفر الله لمیتکم، اینا کلمات شرعی است. یعنی الله سبحانه و تعالی عزای شما را نیکو بگرداند و اجر شما را بدهد و مرده شما را، کسی که فوت کرده را، مورد مغفرت قرار بدهد. این دعا رو میخونید، تعزیت میگید. اونجا نمیشینید براتون آب بیارن، چای بیارن، غذا بیارن. تعزیت گفتید، 2 دقیقه میشینید، بلند میشید میرید. قاریای قرآن آوردن در روزهای عزاداری، به اونها پول بدید در اون مجلس بشینن قرآن بخونن، این بدعت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفتن این رو. اون قرآنی رو که اونها میخوانن و این پولی که شما به اونها میدید، پول ضرر مالی شماست، از جیب شما میره. قرآنی که اونها میخوانن ثوابش برای خودشون هست. این ختم قرآنی که میکنید، این قرآن خوانی که در اونجا صورت میگیرید، هیچ ثوابی برای مرده شما نمیرسد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح و صریح میفرمایند: اذا مات ابن آدم، فرزند آدم وقتی که فوت کرد، انقطع عنه عمله الا من 3، عملش قطع میشه، نامه اعمالش بسته میشه. یعنی 2 تا فرشته هستن می نویسن، کارهای خوب و بد طرف رو می نویسن. به مجردی که نفسش خارج شد، مرد، دفتر رو میبندن، گره میزنن، مهر میزنن، میفرستنش بالا. اونجا بایگانی میشه تا روز حساب و کتاب. تموم شد، رفت دیگه. هیچی به اون دفتر اضافه نمیشه مگر 3 چیز. الصدقه الجاریه، صدقه جاریه. مثلا بیمارستان درست کرده، تا روزی که در این بیمارستان مردم مداوا میشن اجر و پاداشش میرسه. پل درست کرده، تا روزی که مردم از این پل عبور میکنن ثوابش میرسه. کتاب، یک کار عامل منفعی انجام داده، صدقه جاریه انجام داده، این ثوابش تا روز قیامت اضافه میشه. ریکاردش اونجا در نزد الله سبحانه و تعالی حفظ میشه. علم نافعی که داشته باشه، کتابی نوشته، شاگردان خوبی تربیت کرده، علم، دانش، این صدقه جاریه است. طرف یک کتابی نوشته مثلا در روش مداوای مثلا فلان بیماری، تا روزی که این کتاب در خدمت بشریت مورد استفاده قرار میگیره، اجر و پاداش برای طرف میرسه. شاگردانی تربیت کرده در مهندسی، در پزشکی، در صنعت، در اداره، در علم شرعی، در هر مسلک عامل منفعی که منفعتش برای جامعه برسه، شاگردانی تربیت کرده، این علم است، اجر و پاداشش براش میرسه. و ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که براش چیکار بکنه؟ دعا بکنه. الان مثلا قرآن خوند، فرزند صالح قرآن میخونه، ختم قرآن میکنه، بعد به خاطر همین تلاوت قرآنی کرده، این رو وسیله قرار میده در پیشگاه الله سبحانه و تعالی: بارالله پدر و مادر من رو بیامرز، بارالله از سر تقصیرشان بگذر، بارالله مقام آنها را در جنت بالا بگردان، بارالله اونها رو با نبیین و صدیقین و شهدا محشور بگردان. این دعا رو بکنه. غیر از این چیز دیگه هیچ چیز دیگری به درد مرده نمیخوره. والا رو قبرش بیارید 1 تن طلا رو گنبد و بارگاه درست بکنید، صبح تا شام مردم بیان اونجا زیارت کنن، دعا بکنن، به اندازه نوک سوزنی هم اجر و پاداش برای پدرتون مادرتون نمیرسه. همه قاریای دنیا رو با شیخ عبدالباسط هم از قبر زنده بکنید، بیارید صبح تا شام 40 روز برای قبرش 400,000 بار ختم قرآن بکنن، هیچ فایده ای نداره. از برای خدا، این قرآن برای زنده هاست. این قرآن رو فرستاده که تو با این قرآن زندگی بکنی، نه اینکه بعد از مردن برای مرده هاتون بخوانید.
این قرآن دستور زندگی برای زنده هاست، نه اجر و پاداش برای مرده ها. بعد از 3 روز، روز 7 نداریم، روز 40 نداریم، نمیدونم شب عید نداریم، شب جمعه نداریم، سالگرد نداریم. اینا همه بدعت است، خرافات است. سوال دیگری دوست عزیزمون که گفتن که اول باید به کربلا بری بعد به کعبه. نه، یعنی اکثر شیعه این اعتقاد رو ندارن، عموم شیعه، منتها در کتابهاشون درجه کربلا بالاتر از کعبه ذکر شده. حتی در کتاب بهارالانوار هست که روایت دارن که در روز عرفات الله متعال به زوار حسین نگاه میکنه و به زوار عرفات که حجاجی که در عرفات جمع شدن نگاه نمیکنه. یعنی طبق کتب شیعه اگر بگیم بله، کربلا مرتبهش از مکه و مدینه در نزد علمای شیعه بالاتر است و اجر و پاداش بیشتری هم داره. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، وقت شما بخیر. وقت شما بخیر، سلامت باش. سوالی داشتم، خواهش میکنم. قبل سوالم یه خواهشی داشتم، میخواستم خواهش بکنم آخر برنامه اگه فرصت شد اون متنی که راجع به مسفر ابن مخرمه گفته بودین رو یه بار نشون بدین، من خودم دوست داشتم مطالعهش بکنم. دو اینکه استاد انصاری ما دوست عزیز الان ببینید 5 دقیقه تا پایان برنامه مونده. اگر در رابطه با موضوعاتی که در برنامه مطرح شده حرفی دارید در 1 دقیقه بیان بکنید، اما اگر موضوعات مفصلی میخواهید بیان بکنید لطفاً در شروع برنامه زنگ بزنید. در شروع برنامه زنگ بزنید، چون ببینید الان ما همینه. ببینید ما اصلا کاری به قصه عزاداری نداریم، اما یه چیزی هم که هست تو قرآن ما انذاری که داریم، یه انذارهای پررنگی داریم. از جمله اینه که اقوام گذشتن کتابای آسمانی داشتن، تورات، انجیل و قص الهازا. همزمان خدا انذار میده که اقوامی که دست اولیای من ول کردن به انحراف رفتن. پس موضوعاتی به این شکل ما داریم. حالا ما کاری به بحث عزاداری ندیم، اما تبعیت از اینی که مثلا یه خود پیامبر یه شاخصه مشخص میکنه مثلا اهل بیت. خب این توضیح این موضوع که خیلی راحت تره که ما بیایم مثلا تبعیت از اونها رو به شکل درست بیان بکنیم. مثلا ما تو آخرین روزهای پیامبر یه سفارش میکنه به کتاب. یک لحظه ببین شما، من خدمت شما گفتم شبهه مطرح نکنید چون وقت نیست که من پاسخ بدم. لطفاً یعنی لطفاً یک لحظه بله شبهه است. الان شما میخواید شما میخواید الان یک شبهه مطرح بکنید که کأنه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که بیایید از اهل بیت من متابعت بکنید. درسته؟ در کنار قرآن قرار داده. الان شما به عنوان یک شیعه، یک لحظه، به عنوان یک شیعه پیرو اهل بیت، آیا در کتب شیعه شما از اهل بیت پیامبر متابعت میکنید یا نمیکنید؟ سوال من رو جواب بدید. نه دوست عزیز، نه یک لحظه نه خواهش میکنم. شما الان پیروی اهل بیت رو میگید، درسته؟ پیروی اهل بیت. ما میگیم که معرف پیامبر گفته کتاب الله و اطرتی. یک پیامبر گفته کتاب الله و اطرتی، درست؟ الان ما اهل سنت. نه من نمیگم شبهه دوست عزیز، من میگم پیامبر من تا اینو گفتم شما گفتید شبهه انداختید. خب شبهه نیست. نه خیر، یک لحظه بذارید من حرفم بزنم. ما روایت داریم کتاب الله و سنتی، روایت داریم کتاب الله و اطرتی. متابعت از قرآن اومده، متابعت از پیامبر اومده، متابعت از اهل بیت نیومده. اما بر اساس همین روایتی که شما یک قسمتش رو میخونی کتاب الله و اطرتی، من میگم یک لحظه گوش کن حرف من رو. من میگم که متابعت از اهل بیت پیامبر رو پیامبر سفارش کرده. الان میخوایم ببینیم که اهل سنت متابعت از اهل بیت میکنن یا شیعه. یک لحظه گوش کن حرف من.
متابعت از اهل بیت رو نخیر. شما سوال من دارم سوال میپرسم الان. من میخوام از شما بپرسم. بله نخند دوست عزیز نخند، وقت برای خنده نیست. بذارید از این 4 دقیقه‌ای که مونده استفاده کنیم. بفرمایید. بله الان شما به عنوان یک شیعه برای من بگو که در کتب معتبر شیعه شما چند حدیث از پیامبر دارید، چند حدیث از فاطمه رضی الله تعالی عنها دارید، چند حدیث از حضرت علی دارید، چند حدیث از حسن، حسین و امام جعفر صادق و محمد باقر. همین الان به من بگو. اصلا میخواین بگین اصلا تهش اینه که میخوام به تهش برسم. شیعه عمل نمیکنه، درسته؟ من ندارید اصلا. شما از فاطمه یک حدیث ندارید در کتاباتون. ما از فاطمه در بخاری و مسلم و کتب ستمون ما 11 حدیث از فاطمه داریم. احادیثی که ما از پیامبر داریم، یک لحظه از حضرت علی تعداد احادیثی که شما در کتاباتون دارید در کتب ما، در کتب اهل سنت 10 برابر است. شما نه از علی متابعت میکنید، نه از حسن متابعت میکنید، نه از حسین متابعت میکنید، نه از محمد باقر متابعت میکنید، نه از جعفر صادق. بیاین به ما بگین، به ما یاد بدین که آقا پیامبر گفته کتاب الله، کتاب خدا رو به عنوان احدهما اعظم من آخر، یعنی یکی رو بزرگتر. درسته، من همین رو اصلا قبول کردم دوست عزیز، من قبول کردم، من همین رو قبول کردم. الان تو شیعه علی هستی. در نهج البلاغه علی میگه، یک لحظه گوش کن، در نهج البلاغه علی میگه که یا ایها الناس نمازتون رو 5 بار بخونید. الان توی شیعه علی میای این رو 3 بار میخونی. من سنی دوستدار علی میام 5 بار میخونم. الان شیعه واقعی علی من هستم یا تو؟ پس چرا شما 3 وقت میخونید نمازتون رو؟ تشکر میکنم دوست عزیز، تشکر میکنم. یه حرف متابعت از اهل بیت رو نزنید. شما یک سر سوزن تابع اهل بیت نیستید. یک سر سوزن هم از اهل بیت متابعت نمی کنید. برید همه کتاباتون رو بگردید. چند تا حدیث از فاطمه رضی الله تعالی عنها دارید؟ چند تا حدیث از حضرت علی دارید؟ چند تا حدیث از امام حسن و امام حسین دارید؟ چند تا حدیث از محمد باقر دارید رحمت الله علیه؟ چند تا حدیث از جعفر صادق دارید؟ همه روایت های شما میدونید از کی است؟ از جابر جوفی، از نمیدونم 4 تا زندیقی که خود اهل بیت از اونها متنفر بودن. شما تابع اهل بیت نیستید. در قضیه الان من در هفته آینده در آن روی سکه اول برنامه منتظر تماس این آقا خواهم بود. موضوع صحبت ما هم این باشه که اهل سنت تابع اهل بیت هستن یا شیعه تابع اهل بیت هستن. شعار ندید. من تو ایران بزرگ شدم، یعنی تا شام شعار دادیم در اونجا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر ضد ولایت فقیه. شعار ندید، عملا بیایید بگید که چه دلیلی دارید که شما تابع اهل بیت. و من ثابت میکنم که 1% هم متابع کسانی که ادعای تشیع میکنن 1% هم پیروی از اهل بیت ندارن. 1% هم. پیامبر گفته کتاب الله و اطرتی، من میگم کتاب الله و اطرتی. میشینیم میبینیم که آقا من سنی تابع پیرو اهل بیتم یا تویی که ادعای شیعه گری میکنی. و این یقین داشته باشید که اهل سنت 100% پیرو اهل بیتن و شیعیان 1% هم از اهل بیت پیروی نمیکنن، بلکه از کسانی پیروی میکنن که 300 سال بعد از اهل بیت کتاب نوشتن، 400 سال بعد از اهل بیت کتاب نوشتن. شما پیرو کلینی و مجلسی و نمیدونم حر آملی و جزایری و اینا هستید. شما پیرو اهل بیت نیستید، پیرو عبدالله ابن سبا هستید. اهل بیت از شما متنفرن. والله اهل بیت پیامبر علی و حسن و حسین و فاطمه و جعفر و صادق و کاظم و رضا و رضی الله تعالی عنهم اجمعین و علیهم السلام در روز قیامت شما اعلان براءت و بیزاری میکنن، چون که شما پیرو اونها نیستید. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.